بله سیس و بله اونا. کوروس و هرا و آره. اونم اوه. اونو زهرمار و اینا. بله بله. بازی زیاد تا دلتون میخواد بازی. خب ساسانی ها. خب آقا ساسانی ها رو کی میدونه از کجا اومدن؟ من گفتم همین الان تا به شما چی گفتن؟ ساسانی ها از استخر برخواستن، زرتشتیایی بودن که خیلی مقدس، این همین چیزا رو گفتم به شما دیگه. ولی بله. باز باستانشناسی نشون میده که همین چیزایی نیست. میدونه از کجا؟ چقدر گفتی دیگه، از شرق اومدن، از خب این در قطعی واقع. نیست، این فرضیه است دیگه، ما که قطعی نمیتونیم بگیم یه چیزی رو، باید شواهد ارائه بدیم. زیاد شواهدش هست ولی خیلی زیاد نیست فعلا. یکی از شواهدی که ما فکر میکنیم آقای اردشیر پدر سوخته مثل خمینی بوده، یک پدر سوخته بوده اردشیر، یعنی یکی از اون آدمای تیز پدر سوخته تاریخ ایران. چی کار میکنه این پدر سوخته؟ آقای فرنساسان آخرین شاه محلی هندوپارتیا بوده. قشنگ گوش کنید، برین سکه‌هاش از فرنساسان بهش میگن، از خودش ساسان اسمش یارو، فرنساسان. دو تا دیگه هم بودن اسمش هم ساسان بودن. بعد این یه سکه‌ای که میزنه پهلوی نوشته، یعنی خط و زبان پهلویه. خیلی جالبه، این خط و زبانش متفاوت با خط زبان اون شاههای قبل از خودش تو همون منطقه هست. این از این میاد تو سکه‌هاش اولین بار در این منطقه آتشدان رو میذاره. آتشدانی که بعدها میشه یعنی استاندارد امبلم سکه‌های از ساسانی دیگه، همیشه پشت ستاره ساسانی یه آتشدان هست، یعنی فایر التر بهش میگیم ما. حالا جالبه آقای اردشیر پنجم پرسید که ما بهش میگیم پادشاه محلی، شاه محلی پرسید بوده، سکه زده در اون 210 215 میلادی، یعنی قبل از اینکه شاه ایران بشه. سکه هایی که زده پشت سکاش عکس خود اجداد، یعنی عکس خود پدرش رو، مثلا اجداد پرستی ما میتونیم بگیم، یا شاه پرستی یا هر چی گذاشته. بعد که آقای اردشیر میاد در جنگی، اون آقای اردوان چهارم رو شکست میده در جنگ هرمزگان و میره به سمت سیستان، همون جایی که آقای فرنساسان بوده، سکای پشتیش میشه آتشدان. اینا هنوز چیزه، یک انیگماست، ما هم نتونستیم رو حل کنیم که چرا این پدر سوخته این کارو کرد. علتی داشت که این علتش رو مارک اولبراخت و خدا رضاخانی میگن علتش اینه که آقای فرنساسان احتمالاً میخواسته شاه کل ایران بشه، اینا با هم دیگه درگیر میشن. وقتی آقای اردشیر میبینه که این امبلم زده فایر التری آتشدان، همونو ورمیده برای خودش. که البته ما واسم نمیتونیم چقدر درسته، نمیدونیم چقدر درسته چون واقعا شواهدش رو زیاد نداریم. حالا این هنوز مونده انیگماس آقای حسین و بقیه، چرا آقای ما چون سکه های دیگه اینا قشنگی کار کرد، یعنی مایکل آرام و نیکلاس شیندلر متخصصای سکه شناسی زمان ساسانی، اوایل ساسانی قشنگ کار کردن. مایکل آرام متخصص زمان ساسانیه، بزنی اسمش میاد، مایکل آرام، یکی از بزرگای اتریشیه، خیلی هم شبیه قیافش شبیه چیزه مستر بینه. خیلی هم آدم شوخی ها حسین. این یکی دو بار اومد بود ایران، دکتر افتخاری از دانشگاه تهران هم داره، آدم قد کوتاه، چیز جالبیه. یکی از شاگرداش قدش بلند قوله ها، 2 متر قدش، بعد اون مثل بچه‌ش رفتار میکنه. یه بار داشت حرف میزد، بعد دفعه گفت خفه شو زر نزن، بهم گفت زر نزن زیاد بشه سجاد بچه جلوی همه. آره بعد شوخ هم هست مثل ایرانیاست. یه جا داشتیم همه حرف میزدن، بعد فارسی هم بلده، یه جا یه شعر خون، گفت شما همه ایرانی‌ها دقیقاً مثل همین شعره من هستید. همه اصلا ناراحت شدن ازش. خیلی آدم شوخیه، خیلی آدم چیزی هم هست، خیلی آدم چیزیه، در حین حال که مثلا لوی فرانس هست خیلی آدم شوخی بود ولی از نظر آدم جدی هم هست. من یک دو بار دیدمش. الان آقای احسان شوابی شاگرد اینه دیگه، شاگرد مایکل آرامه. بعد ما رو سکاش خوب کار کردیم، رو سکای ساسانی. این پدر سوخته اردشیر اول خمینی زمانه میاد سکه هایی که خودش ضرب میزده و اصلا ایدولوژی و شکلش متفاوت بوده، یه دفعه از زمانی که میشه شاه ایران، نه حتی شاهنشاه، یعنی میاد فارس و کرمان و سیستان و بوشهر رو میگیره، یه دفعه میشه آتشدان. و بعد ادامه داره دیگه، بعد شاه ایران میشه، بعد شاه شاهان، شاهنشاه ایران میشه، زمانی که مدیا اینا رو همه رو میگیره، شمال شرقی ایران کلا میگیره بین 222 تا 227
5 سال طول میکشه دیگه، میشه شاهنشاه ایران. ولی امبلم پشت سکه هاشون میشه قضیه آتش‌نشان که اینا سری می ببین زرتشتیه، ما زرتشتیت کیلو چنده؟ مگه زرتشتیت مگه فقط کارت فایر داره؟ آخه چرا اینقدر احمقن مردم؟ مگه فقط زرتشتی کارت فایر؟ هندی‌ها هم دارن، یونانی‌ها هم دارن، وایکینگ‌ها هم دارن، بعضی از چینی‌ها هم دارن، ایلامی هم داشتن، بعضی دیگه هم داشتن. مگه همه از زرتشتی شدن همشون؟ نه وایسا، فرساسان سکایی که میزده آتشتان روش بوده یا نبوده؟ آره از اون اول آتش‌نشان بوده تو پشتش بابا، توش ده ببین دو روی سکه دیگه، آبورس و ریورسش پشتش. خب آره. ولی آقای اردشیر اول سکای محلی استخر میزده به من اردشیر پنجم پرسید بوده، سکاش پشتش عکس بابک بوده. بابک یعنی خدا، حالا خدا بوده بهش گفته گفته آقا لرد، فهمیدی؟ یعنی اجداد توتم پرستی دیگه، حالا باز همون دیگه تقریبا اون عکسش اونجا بوده، یعنی پشت سکاش این عکس این آقا بوده، باباش بوده. بعد که به میزنه اردوان چهارم میکشه، میره به سمت کرمان و سیستان که این فرنساسان رو بگیره چکشکاری کنه، یه دفعه سکایی که ضرب میزنه یه دفعه میبینیم امبلم آتش‌نشان وجود داره. خیلی عجیبه. و خط و زبانی که مینویسه آقای فرنساسان سکاش شبیه همون سکای اردشیره. اینم خیلی جالبه. یعنی سکای قبل از اردشیر در همون منطقه استان فارس متفاوت بوده، خط و زبانش نه، خطش، نوشتاریش. و در فرنساسان هم خطش متفاوت بوده، شاه قبلیش. یه دفعه در 210 میلادی یه چیز اتفاق داره میفته، این دوتا جای، یکی در غرب ایران که در جنوب شرق ایران، مثل هم میشن، فقط امبلمشون متفاوته. و این یارو فرنساسان اسمش فرنساسانه، مگه نمیگن ساسانی ها اجدادشون ساسانی بودن؟ خب این آدم برای چه اسمش گذاشته فرنساسانی وسط؟ به این نتیجه میرسیم آقای فرنساسان و اردشیر هر دوشون زیر مجموعه یه خانواده بودن احتمالاً. فهمیدی؟ دعوا داشتن روی حکومت، این پدر سوخته مثل خمینی و چیز. اون یکی بود که ناپدید شد. آقا کی بود ناپدید شد در زمان خمینی؟ مولا صدر کی بود اون؟ بابا یکی بود ناپدید شد یا آخونده، بابا اسمش چی بود؟ صدر چی بود؟ صدر چی میگفتن؟ این اسمش میگفتن ها؟ صدر آره دیگه، صدر دیگه. آره دیگه ناپدید شد یارو. آخر زمانش چی شد؟ امام موسی صدر تموم بود. شد. امام موسی صدر. امام آره موسی امام موسی صدر. صدر، آره امام موسی صدر، بله آقای داوود هم گفت. دقیقاً مثل همینه انگار. یعنی آقای خمینی اردشیر بوده، آقای موسی صدر هم آقای فرزاسان اصلا غیبش میزنه کلا دیگه، ما نفهمیدیم چی شد. ولی اول اردشیر اومد شد شاهان ایران. حالا دارم ترچیز میکنم، این غلطه اینطوریه، ولی خب دارم بهتون میگم که بفهمید. اینجا نشون میده آقای خمینی زمان اردشیر بد نیست، اردشیر واقعا یکی از متفکران و یکی از آدمای بسیار با سیاست شاهان ایرانی بوده. خیلی کارش درست بوده ها. یعنی ببین یه کارایی میکنه این آدما، یعنی خودش محمد بوده، برای خودش پیغمبری بوده، کارهای عجیب غریب زیاد میکنه. مثلا تونستش این خاندانای اشکانی رو به جون هم بندازه، بعد یکیشون به چند تاشون بیاره به دست خود، به سمت خودش بیاره. بعد از اون ور میره مثلا شمال شرقی کوشانی اونور قدرتی بودن، یعنی بودن برای خودشون، اونا رو میزنه تار و مار میکنه. فقط زورش به ارمنستان نمیرسه. مثلا خسرو بودنش خوشحال میشد، زورش به ارمنستان نمیرسه بچه‌ها، زورش به ارمنستان نمیرسه که اینا زمین ایران کنه. و تیرداد شاه محلی اونجا تا 252، یعنی 30 سال بعد از آقای اردشیر، در زمان شاپور اول از ارمنستان زمین خاکی ساسانی میشه. اینا خیلی نمیدونن همین چی میگم. این متنی نمیذاره ساسانیا تو 30 سال اول بتونن اونجا رو کنترل کنن، بعد 30 سال بعد کنترل کردن و شاپور اول بچه‌شو گذاشت ساتراپ ارمنستان کرد. فکر کنم چیز دیگه هرمز اول ایشون. پس آقای ساسانی اینجا یه مشکلی وجود داره. اینا کی بودن؟ آیا اینا از جنوب شرق بودن با بابک؟ اینا پابک بلند شده بودن اومدن به سمت غرب، چون موبد بودن. آقای پابک خودش موبد بود، خودش پریست بود. حالا اردشیر هم بچه این بوده، حالا پریست کینگ میشه در حقیقت یه جورایی، که بابک حالا بعد کینگ میشه توی همونجا، بعد داره میمیره. بعد شاپور اول برادرش اونم میذارن میکشن، میگه آخر سر کی اردشیر آدمی بود برای خودش. را واقعا یه آدم بسیار عجیب غریب. حالا ما یه گرافیتی در پرسپولیس نشون میده از زمانه ساسانی‌ها که اینا کشیدن، که آقای پاپک انگار یک چی میگن، یک کلاپوش خیلی عجیب غریب داره، که اینا احتمالاً آقای ویکاندر و ویندرگرین، دو تا از پاپیلای نوبرگ، تاریخ‌شناس بزرگ ایران، که من حرفاشو زیاد قبول ندارم، نوبرگ بالا 100 خورده ای سال پیشه، چون نوبرگ از بزرگترین، کریستیانسن و نوبرگ دو تا از بزرگترین تاریخ‌شناسای کل تاریخ ایران.
همین چی میگه کریستنسن دانمارکی بود، نوبل فکر آلمانی بود، آمریکا بود اگه اشتباه نکنم. و این بعد دو تا از شاگرداش ادعا میکنن که در زمان اواخر اشکال، این ادعای اوناسا، ما دیگه هیچ وقت این ادعا رو نشدیم جای دیگه، ادعا میکنن که یک کالتی آیینی در بین اشکانیان وجود داشته به نام دراگون ورشیپ، یعنی اون میلیتاری کالتیک، یعنی همون دقیقاً چیزای مذهبی نظامی. اینا طرفدار پرستش اژدها پرستی بودن. آقایون پاپک اینا معتقد به آناهیتا پرستی بودن. من میگم میترایی که حالا میترا آناهیتا، حالا آب آتش. خب اینا با هم دیگه در میافتن. دقیقاً چیه؟ زمان پهلوی که اسلام شیعه وجود داشته، خمینی میگه زیاد شیعه نیست، شیعه من درسته، خفه شید. دقیقاً همین قضیه است. دوتا هم آییناشون تقریبا شبیه هم بودن، ولی اینا میگن نه شما آیینتون نمیدونم هیبرید و نمیدونم فقهی و نمیدونم چیز سکتریانه، چی میگن انحرافیه، آیینا بهتره. دعوای تازه اشکانیان با ساسانیان روی فقط حاکمیت نبوده، رو فقه و دینم بوده، یعنی رو فرقه و مذهب. این احتمال رو میدیم ما، ولی خب ازش زیاد چیزی نداریم. اینایی که من میگم اولین بار هیچ ایرانی اینا رو نشنید تو زندگیشو، این اصلا هیچ کدوم این آدم‌ها اصلا نشنیدن اینا چیه. من تازه یه چیز جالب بهتون بگم، من یه بار کار کردم رو همون بازرنگی ها. نمیدونم دیوید شما میشناسی بازرنگی ها یا کوهرنگی ها رو؟ نه قبیله های چیزی هستن، قومای لور و کرد هستن تو طرفای استان نه فارس بود. نمی نمیشناسی؟ نه. نمیشناسی. نه قدیمی ان، اینا خیلی قدیمی ان، احتمالاً بالای 2000 ساله. جالبه که بازرنگ و وزرنگ، یعنی من پیدا کردم اتیمولوژیش حسین جان میخوره به خدای هانیومن هندیا. بد شد قضیه. وایو، خدای وایو که واتاس در بین هندی و ایرانیا خیلی مقدس بوده زمانی. وایو. خب من اینو نگاه کردم، صفت هانیومن همین بازرنگیه، باجرنگ، یه صفتی هانیومن. هانیومن این چیه حسین؟ حسین صدام هست؟ بله 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 بله. خدای میمون، خدای میمون هانیومن. اوه. حالا من یه بار به خدا رضاخان اینو گفتم، قبول نکرد. خب منم چیزی ندارم دستم، یعنی شواهد زیاد ندارم، ولی من همیشه فکر میکنم بوردرلاین بین خدایان هندی، هندی هلنی، هندی ایرانی زمان اشکانی و ساسانی خیلی به هم فاصله نداره. یعنی قبیله های از شرق به غرب، غرب به شرق میرفتن، اینا خدایان میکسی داشتن، مثل خدای زون که من اصلا کارمو با خدای زون شروع کردم، در مثلا کار تخصصی حرفه‌ای تحقیقم از 2002، زمانی که خیلی شاید اصلا بچه بودن، شاید هم نبودن. من از اون ور از همون خدای زون شروع کردم. زون یا سیرا یا جون یا زو، خدای عجیب غریب زمین داور بین کابل و قندهار بوده. این خدا تو افغانستان بوده، تو همین جایی که آقای چی هستن عسکری هستن بودن. این خدای نام خدای کوه زور که اینو خیلی از محققین ایتالیایی، انگلیسی، آمریکایی و انگلیسی خیلی روش کار کردن، نتونستن درش بیارن، که آخر سر نیکلاس سیمسونیانوس که یکی از بزرگای به هر حال ماها هست که از نظر بحث زبانشناسی حرف نداره، این آقا استاد بنده هم بودن یه زمانی که من حالا ازش گذاشتم کنار رو، چون از دانشگاه سواس بودن دیگه ایشون. 2002 می‌خواستم باهاش در بردارم برای دکترا که نتونستم. این آقا ادعا میکنه خدای چیزه میتراس. ما گفتیم نه، میکسی از رودرا، میترا و زوروان احتمالاً خدای ترکیبیه دیگه. حالا بحثش بزنیم که خیلی بحث خطرناکی داره که بعد رودپیلا یا زومبیلا در اومدن تو قرن اواخر ساسانی و اوایل اسلامی، که اونم قلدر بودن دیگه اونجا دیگه، برای خودشون تو کابل و قندهار برای خودشون حکومت شاهی محلی داشتن، کسی هم زورش بهش نمیرسید. صفاریه زدن داغونشون کردن تو قرن نهم، یعنی کسی به زورشون بهشون زور نمیتونست بگه، حتی عرب‌ها و کسانی دیگه. این خدایان اینجا به وجود اومدن. و یه چیز جالبتر بگم، ساسان احتمالاً یه خدای خوارزمی بوده، از ساس میاد، ساسه یا ساسان خدا بوده اصلا، بیچاره اصلا آدم نبوده، که بعدها مارتین شوارتز میگه خدای سامیا بوده، آرامی سوریانی بوده خدا، میگه حالا نمیدونم چقدر درسته، که در میاره ریشاشو در آورده مارتین شوارتز، یه آدمی خیلی تو ایران شناسی کار کرد، نمیدونم چقدر درسته حرفش، ولی مقالاتش هست. ما فکر میکنیم ساسان و هخامنش اصلا وجود خارجی نداشتن، هر دوشون خدا بودن، سمی لژندری، یعنی شاه خدا بودن اینا اصلا.
مثلا وجود خارجی نداشتن. اینا رو برای ما ساختن. اینجاست که گندا در میاد این وسط. یعنی اصالتی ندارن هخامنشی و ساسانی‌ها. احتمالاً از همون آدمای اون منطقه چیز می‌کردن، اون بری بر می‌رفتن، برای خودشون یه زمانی یک شانسی، یه فرصتی پیدا کردن. اردشیر اول و داریوش اومدن کار خودشون رو شروع کردن تو این قضیه‌ها. یعنی بدون اصالت. حالا اگه بگیم ما رو اعدام میکنن دیگه از پادی، درسته حسین؟ بله من فکر کنم پهلوی‌ها هم از این کارا کردن دیگه. بابا ولش کن، پهلوی‌ها پهلوی من چیکار دارم؟ پهلوی بود 100 سال پیش اصلا بیچاره. ولش کن بابا، کاری ندارم بابا. ببین اونم الکی خب گفته بود که من همشون، به کجا میره. آقا آره. همشون همین کارو کردن. شاه اسماعیل همین کارو کرد، نادرشاه این کارو کرد، پهلوی این کارو کرد، قاجار همشون این کارو کرد. کی کار؟ مگه خمینی نمیگه؟ مگه خامنه‌ای نمیگه من وصلم به سیمبل بوکس امام زمان؟ مگه خمینی نمیگفت؟ خب چی شد؟ کجا بودن اینا؟ امام زمان وجود نداره که اینا وصل بشن به اون. علیش هم وجود نداشته که اینا وصل بشن به علی. چه برسه به امام زمانش. خب بعد اصلا همه بازی هخامنشی‌ها دارن و دیگه. باش. هخامنشی‌ها همه اینا کثافتکاریه. او مای خب گاد. همشون کسابتکاری همیشه بوده تو سیاست، تو دین کسابتکاری زیاد بوده دیگه. ولی یه چیزی، حالا من ساسانی‌ها رو بیشتر کار کردم واقعا، حالا هخامنشی رو واقعا کار نکردیم. ساسانی‌ها خیلی چیزاش مشکل داره، بیسش اصلا مشکل داره. یه خانم روسی هست ماکوش، خیلی عالی کار کرده رو ادبیات اواخر اشکال ساسانی. خانم روس هم خوشگله، خیلی قشنگ کار میکنه. آره واسه من ببینم هم صحبت کردم، خیلی هم چیزه، خیلی هم فارسیش قویه، خیلی فارسیش قویه، خیلی خوب حرف میزنه فارسی. خوشگله مدی جان. چی؟ خوشگله میگم خوشگله. خب روسا خوشگل هم بی شرف نه این همشون. خانومه که گفتی آره مشخصه. اینم خوشگله، خیلی خوشگله. اینستاگرام نداره. نه بابا ول کن، اصلا دنبال دوستان نیست بیچاره، اصلا جواب کارهای اصلیش هم نمیده، چه برسه چیزای دیگه. جوون نیست، الان پیر شده دیگه، ما 20 سال پیش باش کل می‌کردیم. ببین آره ببین یه چیزی که هست، قضیه چیه به نظر ما؟ ساسانی‌ها خیلی چیزاشون از همون اول مشکل داره، مثل اسلام، اما اولا حدیث ها و سنت ها این تاریخشون مشکل دارن، باگ زیاد دارن. اینم خیلی باگ زیاد داره تو قضیهشون. ولی از زمانی که ما فکر می‌کردیم اینا زرتشتی بودن، یه دفعه عقرب و مار در میاد تو مهراشون. چون اگه دقت کنید زرتشتی‌های امروزی که از زمان اسلامی بعد درست میشه، از زرتشتی امروزی از زمان اسلامی بعده، مار و عقرب به نام خرافستار، یعنی حیوانات شیطانی قبول دارن. میدونه که پلنگ و ببر و گربه اینا رو قبول ندارن دیگه، یعنی سگ رو قبول دارن، بیشتر سگ و این چیزا رو. پس اگر اینا زرتشتی بودن چه گویی می‌خورده مار و عقرب تو مهراشون، تو مهرای چیزشون، رویالیشون، ولش کن آدم عادیشون. اینجاست که چیز در اومد. و در سکه هاشون تیشترا، خدای یونانی، میترا، آناهیتا هم وجود داره. تیشترا هم خیلی وایو هم احتمالاً خدای وایو هم وجود داشته تو سکه هاشون. خب اینا چند خدایی بودن که ای بابا ای داد بیداد، چیکار کنیم؟ فهمیدی؟ اینجا گندا در یه ذره میاد. هندی شد. یه ذره هندی شد اینجا. چرا؟ چون هندی ها 60 تا خدا داره، هر کدومشون یه 60 تا خدا رو انتخاب میکنه. ایرانی هم اینا هم داشتن، انگار ایرانی هم داشتن بابا چون نترس، ایرانی هم داشتن. ایرانی هم چند خدایی بودن، ایرانی هم پلیتئیستیک بودن، حالا ایرانی هم مدی برای خدایان چی و همه ایزدایی. دنبال یه خدا میگشتن؟ این داستان چیه؟ خب مهمه، چون خدا اجداد یعنی توتمه. نمیشد بدون خدا زندگی نه کرد؟ نه دیگه. اجداد توتمه. ببین اجداد توتم نه شما میگم یعنی این ریشه یابیش چیه؟ دلیل این که این به خلقت خاطر و که اصلا این انسان از مخلوقات. زمانی که تفکر کرد، تفکراتش اینطوری شد، رفت به سمت ساختن سازه و ابزار، با اینا توتم درست کرد برای خودش. وقتی توتم درست کرد رفت رو قضیه سوپرنچرال، گفت یه چیزی هست حتما. بعد اگر که کسی پیدا میشد میگفت من خدا ندارم، پذیرشی بین مردم اون زمان نداشت. اصلا ایتئیسم مردم که اون اون زمان وجود زمان نداشت. آره اصلا اون آره اون زمان همه، زمان میگفتن آقا تو خدات کیه؟ آره. آره برو خودتو بردار، شاختو بردار بیار، شاختو بردار بیار. آره حالا ساسانیه به نظرم قشنگترین، عجیبترین بحث 430 ساله از اول روژنسی اگه نگاه کنی، خیلی جالب میتونی روی ساسانیه قشنگ کار کنی. خیلی برای صحبت کار داره. رضاخانی این کارا رو کرده، چون رضاخانی ساسانی شناسه دیگه در حقیقت. فوق دکتراشو داره میذاره رو تاریخ اواخر ساسانی، لیت انتیکویتی.
ولی خب من یه زمانی باهاش خیلی کل کل می‌کردیم، یعنی بهش 10 سال پیش، و همیشه هم میگفت بنویس، چاپ کن. من هیچ وقت چاپ نکردم چیزی، و بخاطر همینم میگفت آقا چاپ کن چیزاتو. من چاپ نمی‌کردم، وقت نداشتم، من کار دیگه داشتم انجام میدادم. ولی حالا خب برگردیم به خود تایتل. ملت ایران مفهومش از کی شکل گرفت و آیا وجود داشته یا نداشته؟ ملت ایران از زمان رضا شاه، ولی خود مردم ایران و زبان فارسی از زمان حداقل اواخر ساسانی. مفهوم ایران شهری و ایران از زمان ساسانی، مفهوم ان ایران یعنی غیر ایرانی از زمان ساسانی، مفهوم اون دین استیت ریلیجن و اون زبان فارسی از زمان اواخر ساسانی، اوایل عباسی. مفهوم دولت ملت تاریخ یعنی ملت ایران احتمالاً از زمان رضا شاه. اینطوری میتونم بهتون بگم. فهمیدی حسین؟ توضیح دادم دیگه همه رو دیگه، چیز برای جایی به توضیح نمود. در زمان صفوی قاجار ما مفهوم ایران رو داشتیم، در زمان سلجوقی هم مفهوم ایران رو داشتیم، ولی زیاد استفاده نمیشد. مردم ایران نداشتیم، ملت ایران نداشتیم اون زمان، چون اون کشور وجود نداشت که ملت بشیم که. اون زمان سرزمین امپراتوری بودن، قبیله قبیله، عشیره عشیره همه. ولی از زمان رضا شاه که دولت ملت مومی دیگه به وجود میاد دیگه، ما اون مفهوم ملت ایران رو داریم. حالا دیگه اونم برای بحث خودش داره دیگه، از جغرافی سیاسی و جامعه شناسی و سیاسی بحثای خودش داره. دیوید می‌بینی این عکس منو، پروفایل منو یا نه؟ آره من تازه اومدم اتاق. موضوع چیه؟ این عکس اجداد ماست از تقریبا 10,000 سال پیش. هممون از اینجور آدما میایم با این قیافه. خوشتیپه. بله. بگو حسین. خونده خوشتیپ‌تره دیگه حسین، درسته؟ از این هم جنتی و اینا خیلی خوش. اونا ببینم ریشاشونو که نمیزدن ها. ریش داشتن بعضیاشون، بعضی‌ها ریش نداشتن، ولی به نظر من نه، ریششون رو نمیزدن. و بعدها شد یک سنتی، اگه دقت کنی پیرمردا و اون دانشمندا علما اون پریستا ریش نمیزدن دیگه، مثل پیغمبر که میگن ریش نزده بود، خودم از اونم برمیگرده. بگو حتی داریوش، کوروش، همین شاهان ما بیشتر با ریش بودن، ریشای مثلا قشنگ میبافتن ها، حال میکردن ها. تو فلسفه فلسفی بگو. اوکی، پس چرا میگی ملت ایران از زمان رضاخان؟ چون کشور ایران از زمان رضاخان درست شده؟ کشور دولت به اون سنس مدرن قرن 20 بعد از اون زمان ساخته میشه. ما زمان قاجار که کشور نداشتیم، مثلا میگفتن کشور قاجار، به نظر تو چی میگفتن؟ کشور نداشتیم ما. زمانی مثلا عثمان امپایر، عثمانلی کشور نبود، سرزمین امپراتوری بود، درسته یا نه؟ خب ببین مثلا این مفهوم ممالک محروسه ایران از زمان قاجاریه ما این ترم رو داشتیم. آره داشته شروع ممالک شکل میگرفته از اواخر قاجار. خب حسین جان یه ذره با دیوید صحبت کن، من یه 5 دقیقه 10 دقیقه کاری انجام بدم، من 5 دقیقه 10 دقیقه بعد یه کاری انجام بدم بعد برمیگردم. شما مثلا اصلا مفهومای چون من تاریخو براتون چندم دیگه، درسته؟ حالا وارد بحث‌های اسلامی نشدیم ما که نمیخوام بشم، این جرواجر رو میکنن اینجا. خب ولی بذار حالا، چون همه اعتقاد دارن عربا حمله کردن، میگه نه پهلوی، رضا پهلوی هم میگفت، یادت تو یکی از این سخنرانی‌ها تو این اینترویو نه این بیژن فرهودی بود گفت بهش میگفت اعلی حضرت شما قبول دارین که عرب‌ها حمله کردن تحمیل کردن؟ بله ما قبول داریم، تاریخ. اینا هنوز اینطوری فکر میکنن، فهمیدی؟ هنوز اینطوری فکر میکنن. 90% جامعه ایرانی هنوز فکر میکنه عرب‌ها حمله کردن اسلام آوردن، اینطوری فکر میکنن دیگه، درسته؟ بله بله ما بله. 10% تغییر دادیم خیلی سر، حالا زورمون نمیرسه به 90%، ولی در 10 حالا سال کم 20 سال کم آینده خواهد میشه. داره کم کم درست میشه. این صحبت کنم من برمیگردم 5 دقیقه. من چشم فکر چشم. کنم حالا مدید بعد تصحیح میکنه اشتباه میکنم، ولی کلا ایران به عنوان یه مثلا هویت تاریخی دست کم دوران ساسانیان اینا بوده حداقل، ولی ملت ایران از همون مشروطه بود که برای این واژه به این صورت وارده، دقیقاً. ولی اون هویت یعنی زمانی که کانستیتوشنالایز میشه، یعنی
قانونمند حقوق جدید مدرن میشه، ولی ما اسم ایران و اون قضیه هویت ایران شهری رو از زمان ساسانی داشتیم، ولی مردم ایران نداشتیم اون زمان واقعا، چون مردم قبیله‌ای و عشیره‌ای زندگی می‌کردن. آره، بعد اون نیشن استیت، اصلا کانسپت نیشن استیت هم همچین نبود که مثلا جای دیگه هم به اون صورت باشه. بعد دیگه مشروطه که به اطلاعات اروپا و سیستم‌های حکرانی و اینا دستیابی پیدا میکنه و بالاخره روشنفکران اون زمان به این نتیجه میرسن که ایران هم این کار انجام بشه، بعد اون هویت رو تبدیل به همون نیشن استیت میکنن و قانون اساسی کشورهای دیگر استفاده میکنن و اینجا بود که در همزمان سعی میکنن که اون حکرانی رو هم محدود یا مشروط بکنن و با نیشن استیت اونجا، یعنی زمان رضا شاه نه، از زمان مشروطه شروع میشه و بعد دیگه رضا شاه تو خود حکرانی اونو بهش تصویر میبخشه، نه حالا بخش خود مشروطهش و بخش ایرانی و نیشن استیت و دولت ملت رو اونجا فرم میده بهش. این چیزی که من میبینم. ولی خب گستره ایران خب گستره بزرگتری بوده که یعنی اون واژه که دیگه مدید قبلا هم توضیح داده و اینا، اون خب یه چیز بیشتری بوده که این هویت الان نه به اون صورت که ما الان میدونیم، ولی خب حداقل اینو مدی میتونه بهتر بگه درست میگم یا نه، بیشتر شاید تو الیت بوده تا مردم عادی، اونشو نمیدونم واقعا. من ایران تاریخی رو میگم. آقای اکسین، اسم شما خیلی عجیبه. اکسین اسم قدیم اهوازه، بعد اکسین یاشار یعنی چی آخه؟ اکسین یاشار. خب دوست نوشته قرن 7 و 8 هم نوشته های در غرب ایران است. خب اصلا خود فردوسی هم که دیگه واژه ایران رو تو شاهنامه کلی استفاده میکنه دیگه. چون از زمان ساسانی هست واژه ایران، گفتم از زمان اصلا 500 600 سال قبل از اصلا چیز ساسانی بهره وجود داشته، ولی مردم ملت ایران نه، ما نداریم همچین چیزی. قبیله عشیره‌ای زندگی می‌کردن. آره خب واژه ملت من فکر کنم، نمیدونم، ناسیون و نیشن و اینا اینا جدید. ابانی کی وارد شده یا چه مفهومی داشته، من اینا رو نمیدونم، میشه مطالعه کرد یا مدی حتما میدونه. همین الان هم یه سری به هر حال از لحاظ فرهنگ، از لحاظ مثلا فرهنگی یا هرچه زبانی و اینا، خب بخشی هستن که اون دولت رو ندارن ولی اون رابطه ملت رو در میان خودشون حس میکنن. مثلا کردها با اینکه در گستره ایران و یعنی نقش ایران و ترکیه و سوریه و عراق هستن، ولی خب در میان خودشون اون هویت ملی رو حس میکنن، ولی خب اون استیت رو ندارن. و البته من وارد جزئیات نمیشم که کردهای ایران از ایران هستن، یعنی ایرانی هستن و اونای دیگه حالا داستانش مقدار شب فرق داشته باشه. یعنی ایران هم اون وقت باید گستره بزرگترش رو نگاه کنیم در گذشته. اما نیشن استیت تازه خودش با نیشن فرق داره، هم نیشن هم با اون کشور حالا نمیدونم، به هر حال با اون گستره جغرافیایی فرق داره. اینا رو خیلی ها به خاطر استفاده های سیاسی همه رو به هم قاطی میکنن. مثلا واژه ملت و مثلا میگن ملیت های ایرانی، مثلا ملیت ها در مورد ایران، اصلا این واژه به نظر من غلطه. تو ملیت یعنی این که تو با یه ملتی هستی بعد ملیتی داری. مثلا میگه که what's your nationality، میگه مثلا من I'm Iranian. what's your nationality I'm American. اینجا نمیتونی چیز کنی، اینو با ملت قاطی کنی. ملیت توصیف یک انسان در رابطه با اون جمعیه که اسمش هست ملت.
توصیف یک فرد رو نمیتونی تبدیل کنی بگی ملیت ها. به نظر من این رو مثلا به عنوان یک یعنی اینا به نظر من شده از این واژه ها خیلی مهمه. واژه ها همینطوری نیست که توی دفعه استفاده های دیگه بکنید. واژه ها در یک فرایند تاریخی بر اساس نیازها تشکیل ایجاد میشه، حالا فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه، و یه مفهومی داره، ترجمه نداره. این مفهومی داره که از زبان شناسی این رو به حال به همه چیزای دیگه باید رو تاریخ نگاه کنیم. یه سری مثلا واژه هست تو انگلیسی ما فارسی نداریم چون نیاز به اون نداشتیم، اونا مثلا واژه رو نیاز داشتن و برعکس. در نتیجه که بعضی چیزا رو مثلا ما ترجمه میکنیم، خب ترجمه میکنیم، بعدش هم اونو میخوایم اپلای کنیم، چیز کنیم برای اینجا، یا مثلا ممکنه بخوایم استفاده های مدرن بکنیم، ولی بخوایم اون وقت هویت تاریخی بهش بدیم، به نظر من یک واژه‌ای اگر از لحاظ تاریخی ساخته یعنی استفاده نشده، پس حداقل تا امروز با آن نیازی نبوده. ما نمیتونیم چیزهای تاریخی رو با واژه‌های نو بخوایم تعریف کنیم، اما میتونیم از اینجا بناهای جدیدی بسازیم، بگیم این نیاز هست و اگر مثلا واقعا در عمل انجام یعنی اتفاق افتاد، و من خب یه برای هر چیزی نقطه آغازی داره. ولی من خیلی چیزای سیاسی میبینم که با واژه‌های نوع مدرن میان چیزای تاریخ مثلا ما رو میان استفاده میکنن. خب اگر اون در داخل گستره مثلا ایران نبوده، خب نبوده دیگه. اینو من نمیدونم چطوری میتونی اون وقت مثلا اون نوع هویت ها رو بهش بدی. یه مقدار یعنی هویت مثلا سیاسی رو میگم، حالا این سه تعریف ها یه مقدار فرق داره. در نتیجه این یه سری باید توجه که به نظر من زبان خیلی مهمه. وقتی استفاده میکنیم از زبان باید خیلی توجه داشته باشیم که این زبان خودش یک تاریخه و همینطوری پخش و پلا استفاده نکنیم برای وقتی تو متنهای جدی داریم استفاده میکنیم. حالا صحبت روزانه حرف دیگری است. مثلا ما وقتی که واژه ایالت رو استفاده میکنیم، خب این واژه عربیه، ما ایالت نداریم، ما استان داشتیم. استانم از همون کلمه است میاد. است هم همون تو انگلیسی هم هست is، تو اسپانیش و لاتین هست استا. اینا همش یکی از یک واژه است. اونم تازه یعنی اونم از یک یعنی یک چیزی که اول هست یعنی هستی هست. اون هستی هنوز حالت جغرافیایی نداره، اون وجوده. بعد اونو میخوای حالت وجودی جغرافیایی بهش بدی، یعنی جغرافیایی هم نه، وجودی که یعنی بگی که it exist هم حتی از است میاد، همون هست میشه. exist همون هسته، یعنی وجود هستی داره، یعنی در مقابل نیستی. اینجا اون هست رو ما میخوام بگیم که اونی که هست الان است، یعنی اینجاست جلومونه is، و اون میشه وقت اون است. وقتی که میایم در فضای جغرافیایی استفاده میکنیم، اینا بخش های مختلف میکنیم، میشیم استان. حالا استان وقتی که استان استفاده میکنیم فقط مفهوم این نیست که در درون یک جای جغرافیایی مثلا یک کشوری هست، هنوز نیشن استیت نیستش، ولی مثلا ترکمنستان یعنی سرزمینی که ترکمنها در آن هستند، در آنجا زندگی میکنن، اون اگزیست میکنن، هستی اونجا، ولی از جغرافیا بهشون ترکمنستان، کردستان، اینجور چیزا. همه الان خیلی کشورها، افغانستان، قرقیزستان، اینا هنوز نامهاشون تو فارسی هست، تو انگلیسی هم، تو زبان کشور خودشون هم هنوز اینا وجود داره. حالا در یک گستره جغرافیایی وقتی که یه نیشن یا یه ملت، نیشن استیت ایجاد میشه، اینا خب در درون مثلا ایران، این استانها در درون این کشور ایران هستن. حالا و بعد بعضی جاها مثلا الف نون فقط هستش، آذربایجان، گیلان،
مازندران. اینم باز هم به نوعی، حالا جزئیاتش رو من نمیدونم، اینو مدی شاید داشته باشه، اینم به اون نسبتا به همون صورت، حالا توضیحات دیگری داره. در نتیجه اینها ما مثلا خود آمریکا میگه یونایتد استیتس، یعنی واقعا بخواید درست تعریف کنیم باز همون استیت همون استانه. حالا چون یک نسبتا یک فدرالیسم و چیزی در اون هستش، ما واژه ایالت که تو عربی هست استفاده کردیم، ایالات متحده. از نظر زبانی استیت همون استانهای هستش، ولی مفهوم استان حالا ما اونجا ایالت چیز کردیم از لحاظ یعنی سیاسی بهتر بتونیم تعریفش کنیم، چون برای در گذشته هم واژه‌های عربی زیاد استفاده می شده در این رابطه. حالا استاندار مثلا با فرماندار خب فرق داره، نمیدونم با چیزای دیگه. حالا خلاصه صحبت من این بود که الان میبینی یه واژه‌ای هست که از هستی اومده، یه چیز اصلیه، میبینی از توش است میاد، از توش استان میاد، از توش کشورها میان، از توش چیزای دیگه میان. اینا جزئیات به نظر من از لحاظ تاریخی مهمه و ما نمیتونیم، یعنی وقتی تعریف میکنیم، تعریف‌های سیاسی میکنیم، اینا رو باید توجه کنیم که چگونه یک ملتی، حالا مردمی که با هم زندگی کردن در طول قرنها به این نتیجه، به این واژه‌های مشترک رسیدن، یک دلیلی داشته و اینا رو به نوعی باید پاس بداریم، یعنی ارزش، یعنی ریسپکت بکنیم. این همینجوری نشده، یه دفعه که بیدار شده این اسم گذاشته. بعد حالا تعریف های جدید، روشمندی های جدید رو در تداوم این ما باید بسازیم. یعنی یه چیز ایمپلنته، یه گیاهیه که به یک سرزمینی، به یک آب و خاکی ربط نداره، میای اونجا میسازی، خیلی میکاری، خیلی هم قشنگ خوبه، از این مدت خشک میشه چون متعلق به اونجا نیست. اینا چیزاییه که توجه نمیشه دیگه، استفاده بخوان سوء استفاده کنن این کارا رو میکنن. اگه رفت حسین. آره شما هستین؟ یکی من ازش. فعلا هستم. چی خب شده؟ چی بعد اینکه دیوید جان رو منم باید یواشش برم، کار دارم، کارش اومد بزنم الان دیگه تقریبا. آره دیگه الان 6 ساعت گذشت، 7 ساعت شد در حقیقت. نمیدونم شما هستین دیگه فعلا دیگه. درسته دیوید شما هستین فعلا ها؟ من اینجا هستم یه مدت کوتاهی تا نمیشه. شما برمیگردی یا میری؟ نمیدونم بذار یه کار پیش اومده 5 دقیقه هستم بعد میرم. برای اینکه تو اتاقای سیاسی که میری دیوید واقعا سطح سواد آدمای سیاسی در این قضیه خیلی پایینه ها، قبول داری که خیلی سطح سوادشون پایینه. مسئله توتیواریه دیگه. من سوال ندارم، همه چیزا رو همینطوری تو نمیتونی یه چیزی بردی پرت کنی اونجا، میدونی. این بحث من سر این بود. حالا ممکنه دو تا چیزای من درست غلط، چون من تخصصم این نیست، ولی اینو درک میکنم که به هر حال ما یه تداومی هست و این تداوم، من نمیگم روش های گذشته رو استفاده کنیم، میتونیم همه رو آپ تو دیت کنیم، ولی اون تداوم رو باید حس کنیم. اون بدن یه دفعه تو نمیتونی تبدیلش کنی به یه بدن دیگری. آره دوستت امیدوار الان اتاق زده، این خیلی گیر میده. شکل گیری تاریخی حکومت اسلامی، برای خودش هم تاریخ دارم. شو امیدوار میشناسی دیوید؟ بله خیلی اونو قدیما میرفتم اتاقش، بعد دیگه جدی؟ خیلی قدیما، بعد مدت زیادی دیگه نمیرم، چون من کاری ندارم، نیست وارد نمیشم رو افراد، من بحث نمیکنم. آره تو ایدئولوژیشو کار داری. آرمان اومد. وای 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 وای. اسلامجو اسلام پناه. دوباره آقا با سعید صحبت کردی آرمان؟ اسلام جای راست هم پناه. چطوری خوبی؟ مهدی امروز بچه سلام. مهدی امروز ما این روم چیزو داریم، اشکانیانو داریم یا نداریم؟ سعید صحبت کن، گفتم صحبت کردی؟ سعید صحبت کن خبر بده، من نمیدونم، من هستم امروز فردا روز تعطیلم دیگه، هستم. باشه اگه سعیدو پیدا کنم، آره پیداش کنم بهش میگم. باشه. آره اینم از قضیه ایران، از ایران هم که صحبت کردیم دیگه. حالا دیگه دیوید هم خود اتاق سیاسی که میره گفتم اونا من اطلاعاتش رو بسیار پایین میبینم، حتی الیتاشون ها،
آدم عادیشون که بذار که اصلا هیچی نمیدونن. یه چیزایی مثلا در حد دبستان، دبیرستان و مثلا اوایل دانشگاهشون حفظ کردن، تو تیبار از 20 30 سال پیش همینا رو تکرار میکنن بدون که اصلا بدونن چه چیزایی جدید اومده، چه چیزایی دیبانگ شده، چه چیزایی اصلا دیگه وجود خارجی نداره. مثلا یارو هنوز میاد نژاد آریایی میگه. واقعا میگم نژاد پاک شیک پاساردگادی اون چرت و پرتا چی اصلا، اینا اصلا وجود خارجی نداره. نه مال 100 سال پیشه که مثلا ما هیچی نمیدونستیم از بدن ژنتیک و ژنتیک و بیولوژی و باستان شناسی میادیم اینا رو میگفتیم نژاد آریایی هست، نژاد سفید آریایی، مثلا میگم اصلا سفید کار آریایی اختلاف داره. ترجمه های کتیبا اصلا این چیزای عجیب غریبی داستان سرایی کردن که وقتی متن اصلی رو که میای مثلا میخونی و اینا اصلا این چیزی نیست که اینا مثلا میشه. همینه. برای ما یه چیزایی گفتن که من همیشه هیچ وقت چیزی رو قبول ندارم، چون مثلا کلا به صورت اولیه من اسکپتیکال بودم همیشه از همون زمان، چون من از بهترین دبیرستان ایران بودم، بعد بهترین دانشگاه خاورمیانه جایم درس خوندم. ما هیچ وقت زیر حرف زور نمیرفتیم. کدوم یعنی یک دبیرستان من رفتی؟ البرز بودم، آه، بعدم تو من بهترین دانشگاه. حسودی بودم، پایین تر بود. آره بهتر میدونم البرز که از بهترین دبیرستان‌های ایران در آره این دیگه 60 70 البرز میلاد. بهتره. بله بله. و اون اطراف من همش نابغه ها بودن دیگه، همشون از اون آدمایی که بعدا شدن بهترینای ایران. کامران وفا هم از البرز بود دیگه، کامران وفا که از بزرگای باستان چی میگم فیزیکدانای بزرگ ایران. ولی بعد که رفتم تو بهترین دانشگاه یا تو جای دیگه هم درس خوندم، مثلا من خودم رئیس بودم دیگه، رئیس همه چیز. یعنی من به من کسی حرف زور نمیتونست بزنه. یعنی یکی اومد میگه آقا این همینه، میگفتم آقا این همینه، منم میگم نه. حالا وای میستم جلوش، وای میستادم براش. من هیچ وقت حرف زور و چرت و پرت رو قبول نداشتم. این تو هر زمینه یا تو هر زمینه‌ای شما قبول کنید. خدای من آدم ریبل بودم دیگه، آدم آنارشیست شدم، آخرش آنارشیست شدم دیگه. به هر حال دیگه اعتقادی به هیچ چیز حزب سیاسی ندارم. ولی آدمایی هستن که همینطوری تور دیوار به نفع خودشون یه چیز میگیرن جلو میرن بدون که اصلا فکر کنن چیه اون، اصلا منظورش چیه، معنیش چیه. متأسفانه خب اینجور آدما زیاد داریم ما دیگه، بخاطر همینم تا اینجا رسیدیم دیگه. جمهوری اسلامی هم 47 سال مونده داره قشنگ کار میکنه. بفرمایید. بله. دیگه چه خبر؟ عارف این چی میگه؟ مردی دیروز کلی دعوا کردیم، انقدر حال داد، انقدر حال داد، جات خالی بود. ایران دیگه خیلی سخته. مثلا چی میگه؟ فقط ببین اگه این روم اشکانی هم پرسشون اوکی شد به خبر میدم با سعید بزنیمش. من آره. یه روم دیگه دارم اگه بیای که عالیه، حالا به خبر میدم که الهیات و زیبا شناختی شکنجه و اعدام در تاریخ. ایوان. آره وای. آره، خیلی وقت بود میخواستم بزنم، بچه ها نمیذاشتن دیگه، الان میخوام بزنم این روم رو. روم باحالیه، حالا یه ذره حال به همزن هست ولی خب دیگه یه ذره بذار انسان رو با خودش روبرو کنیم مدی آره ها. آره آره میدم مدی. آره اوکی مشکل نداره. ندی من این عنوان یه طول مفهوم عنوانی که برای اتاق گذاشتی چیزه نمیفهمم، قراقاتیه. همینطوری گذاشتم اینو. آره اینو چیز نوشت، اینو حسن حسین نوشت. قراقاتی. تاریخ یعنی اون بخش مکتوب دیگه، درسته؟ دقیقاً دقیقاً. تا تاریخ یعنی قبل از اینکه مکتوب بشه، آره ولی وجود دقیقاً داشتن ولی مکتوب نشد. دقیقاً.
و اولین چیزای مکتوب چی بوده اصلا در جهان تا چه وقت قبل؟ کدومو؟ اولین یعنی اولین بخش مکتوب جهان کجا بود، چه تاریخیه؟ اینو توضیح دادم من همین الان اول اتاق نبودی. آره یه ما فکر میکنیم از 5500 سال شروع میشه. البته مکتوب بودن به خطی دیگه، ولی مکتوب بودن به چیز دیگه از 10,000 سال پیش شروع میشه. دیوید شما توکن داریم آره دیگه که تو... اونم مکتوبه دیگه، حالا خط آره نباشه. منظورم اینه آره که 10,000 سال تصویرم حداقل، حداقل 10,000 10,000. سال این چیزای حداقل. آمریکای لاتین اون اون فرق داره. اونا فرق داره. آره اونا هم مثلا هستن، اونم از تصویرایی که 10,000 سال. روی آره دیوارها و اینا آره گذاشت. اونا میگن بهش میگن کیو آرت. کیو آرت های این سمتی بوده 70,000 سال 50,000 ساله تو این سمت، یعنی غرب مثلا در مصر و در طرف‌های جای دیگه. ولی اونها هم قدیمی ان، ولی احتمال میدیم که آمریکای لاتین حداقل باید زیر 30,000 سال چیزی پیدا نمی‌کنیم اونجا دیگه. ولی در این منطقه‌های ماسیبری اروپا، شمال آفریقا قطعا بالای 70-80,000 سال هم پیدا می‌کنیم. چون ما اعتقاد داریم که هوموسپین از آفریقا و از این طرفا رفتن به اون سمت دیگه، از اون طرفا که نیومدن به این سمت. آدم از برعکس. ولی باز اینا خودشون بحث دارن هر کدومشون. ولی ما میدونیم از نظر بحث یک جانشین کشاورزی توکن ها از 10-11 هزار شروع میشن. اون ثبت شروع میشه، ثبت وقایع، یعنی تبادلات تجاری ثبتشون از یه زمانی شروع میشن و از 4-5 هزار سال هم طول میکشه سر تحولی تا برسه به خط و بحثای دیگه. متوجه میشه میگم؟ اینطوری بله. نگاه می‌کنه. قضیه اینطوری نگاه میکنه. و پروتو رایتینگ ها از 5500 سال پیش شروع میشن و ادامه پیدا میکنن دیگه، که الان ما داریم مثلا پروتو ایرامی، پروتو کوینیفورم، پروتو هیروگلیف و بعد ازشون هیروگلیف میخی، لینیر ایرامی و خطای دیگه وجود میاد که دیگه ما وقایع رو ثبت میکنن. و همین تو میخوای عوض کنم یه 5 ساعت دیگه شما دارین هنوز. بعد این انسانی که ما هستیم همه از یک مسیر اومدن یا چیزای مختلف بوده که ایوالو شدن؟ ببین فرضیه قبلی اشاره میکنن که از شمال آفریقا، شرق آفریقا ریختن تو عربستان و اردن و بعد پخش شدن. ولی باز ما دقیق نمیدونیم، چون تو از چین شواهدی داریم که قدیمی‌تر از همین چیز عربستانی. نمیدونیم آیا مالتی ریجینال بوده یا اینکه هوموسپینس بوده. قطعا باید حتما از آفریقا حالا ریختن به منظورم سمت جغرافیایی نیست، یعنی به هر حال از از نظر ریشه‌ای. یک نه یا چند نه تا چیز دیوید، مختلف. نه موزاییکی اصلا خطی نیست. بحث هوموسپین های امروز خطی اصلا نیست. یعنی ما قبلا فکر می‌کردیم از یک جد مشترک میایم میرسیم به این، الان میفهمیم که موزاییکی، یعنی ما از هوموسپین ها هوموهای دیگه شکل گرفتیم، موزاییکی از همه اینا هستیم، از یک جور جد نیستیم. اینم مشکلی که ما حل کردیم. خب متوجه چی مثلا میگم؟ همون آمریکا، قاره آمریکا، اینا خب کلی چیزا ازشون در اومده، در چه اونا به نوع دیگری اونجا مثلا از آفریقا نرفتن به تازه اونجا از سمت شرق رفته. از اینا اجداد نزدیک آقایون همه بومیای آمریکا از شمال جنوب مرکز، اینا از شرق میکسی از شمال شرقی، ما بین ANS میگیم، ANS ها با پاولوسیبریان ها بوده. اینا از نظر بس تخصصی ها، اینا همه رو سایبریا به کار طرف کردیم. آلاسکا رفتن دیگه اون از زمان هم سمت سیبری، شمالش سیبری و شرق آسیا میکس میشن، از سمت آلاسکا میرن به سمت آمریکا. بله بله. بعدش هم اون زمان ممکنه اینا هم به هم کاملا وصل بوده دیگه. بله وصل بودن دیگه، وصل بودن که رفتن، چون از نظر شرایط آب و هوایی سطح آبها 100 متر پایین بوده، لندمس ایجاد می‌کردن. من اینا رو همه رو بحث کردم دیگه، اینا مال 4 سال 5 سال پیش من، اینا رو همه رو من گفتم. همین چی میگم، چگونه شدن اونجا رفتن، چگونه بدن ژنتیکشون من چی شدن، بدن ژنتیکی شرق اوراسیایی چی بوده، چه میکسی از شرق و غرب بوده، اینسا کیان، اینیا که اینا رو همه رو من توضیح دادم. همین چی آره، میگم. اصلا از لحاظ قیافه مشخصه که به حال همون قیافه آسیایی در اونها به نوعی هستش تا حدی، چشم ها و اینا، یعنی از چشم از فنوژنتیکیه، با توجه به جغرافی آب و هوا تغییر میکنه. یعنی چشم شاید مثلا اول مثلا اعتقاد دارن خیلی که همون ایسا یا ایوپیا یا اسرائیل روشیان ها هنوزن چشم چیز داشتن، چشم چی میگن، چشم تنگتری داشتن نسبت به بقیه. ولی این چشمه به خاطر شرایط جغرافیایی و اقلیمی و آب و هواییه، یعنی به تاثیر میذاره، یعنی فنوتایپی جنوتایپیه.
فنوتایپ اپیژنتیکیه تا ژنوتایپی، یعنی بعدها تغییر میکنه. مثلا رنگ پوست، رنگ چشمدانه، رنگ مو، اینا تغییر میکنه در طول زمان با توجه شرایط آب و هوایی. اصلا فکر نکنه اروپایی از اول سفید بودن، نه، اروپایی‌های اولیه سفید نبودن، سیاه برنزه با موهای سیاه و موهای نارنجی و قدای کوتاه‌تری بودن نسبت به الان. ولی بعدا به خاطر قضیه سازگاری با محیط، پوزیتیو سلکشن، نچرال سلکشن، سلکشن پرشر و خیلی دیگه شرایط فرگشتی، اینطوری میشن که شدن. متوجه میشم میگم؟ یعنی مثلا اروپایی 20000 سال پیش شکمشون بلوند نبودن، در 8000 سال پیش بلوند زیاد داره میشه یواش یواش. اینم شرایط خیلی مهمه. بفهم. هوا که ابری زیاد باشه بلند میشه مثلا. هوا که خورشید کم باشه، به خاطر که جذب کنه برای اینا رنگش رو سیاه دفع میکنه دیگه، نور خورشید. جایی که خیلی خیلی بیشتر جذب کنن دیگه در چون بله دیگه، نور. وقتی شما سفید میشین جذب میکنه انرژی خورشید، چون خورشید دیگه تو با تابشش کمه. بعد به احتیاج دارین که شما ویتامین دی و چیزای دیگه بگیرین. بعضی مدت پوزیتیو سلکشن، اونایی که سیاه باشه از بین میرن اونجا، اونایی که سفید باشه. این همش بحثای علمی فرگشتی که من فکر نمی‌کنم خیلی از ایرانی اصلا اینا رو بدونن. یعنی هنوز ایرانی‌ها فکر می‌کنن اونا خلق شدن، نمیدونن که فرگشتیه. یعنی فکر می‌کنن خلق شدن خیلیا. حالا مسلمانایی که بدش کاری ندارم به دین دارن، اونایی که دین دارم نیستن نمیدونن این چیزا رو متاسفانه. خیلی اطلاعات پایینه تو سطح جامعه ایران به نظرم، چون همه برمیگردین شما سیاسی صحبت می‌کنید، زندگی تو سیاسیه، ایدئولوژیتون سیاسیه، نمیریم وقت بذاریم برای چیزای جدید مطالعه کنیم. هم چیز بدیه دیگه. آره دیگه، این داستان سیاست متاسفانه به خاطر اینکه نیاز الان هستش حالا به نوعی از خیلی چیزای دیگه افکار رو عقب انداخته دیگه. کرده همه ارجعیت رفتن ها رو تغییر داده، ارجعیت ها عوض شد. آها اون من سیاست هم خودم خیلی از وقتایی ایرانی‌ها که نمیدونن. تو دام سیاسی دیوید ها سیاست هم خیلی هاشون درست حسابی نمیفهمن. شما تو این اتاق من 5 ساله من قبل از این اصلا با ایرانی سر کار نداشتم. قبل از کلاب هاوس من اومدم تو کلاب هاوس، من فارسیم خیلی ضعیف بود اوایل، اصلا نمی‌تونستم فارسی زیاد صحبت کنم درست حسابی. اومدم 5 سال کار کردم، از صبح تا شب با شما سر کله زدم. ببین اصلا سیاست هم نمیفهمن خیلی از ایرانی‌ها. من ندیدم درست حسابی توشون که درست صحبت کنه. همشون قش میکنن توی ایدئولوژی خودشون. یکی پا پهلوی چیه، یکی هم اسلامی چیه، یکی دون اسلامی چیه، همشون داره قش میکنن. آره، این درست حسابی صحبت اکثرا نمیکنن. یه سری چیز پروپاگاندیست، هسته های پروپاگاندایی هستیم که اون افکارم مال خودمون نیست، یه جای دیگه ای به ما میده و اونا رو ما فقط حفظ میکنیم تو تیواری به هم پس میدیم، سر اونم دعوا میکنیم. حداقل عمقش هم همون یکی دیگه در اون سطح داده و در اون سطح دیر کرده. یعنی گفتگویی نیست، یه سری چیزای پروپاگانداست که دارن به هم دیگه تقابل یعنی داره. ریشه ای نگاه نمیکنن کلا. مثلا بحثی که میکنن بحث سطحیه برای اون پروپاگاندای اجندای خودشونه. هی هم میخوان غالب کنن اینو به ماها، به بقیه، که آقا این درسته. مثلا این پهلوی چیو دیگه دقت کنین تو همین جنوری فوریه مارچ چقدر من همشون بدبختا رفتن قایم شدن خیلی هاشون. و جالب این جمهوری اسلامی ها زیاد شدن تو این چند روز من نگاه میکنم، خیلی دارم بهشون فوش و تحقیرشون میکنن. این پهلوی چیو بدبختو میگن چی شد؟ 6 ماه شد، چی شد؟ بعد جوری رفتن زیر زمینا بیچارا. دو سه ماه دیگه هم اگه همینطوری ادامه داشته باشه کلا از بین میرن کلا این موومنت. ما برای یه اتاقی گذاشته فردای سقوط جمهوری اسلامی. همین رفتم ماورا گفتم از مدت اونجا همون دن و اینا بودن که هی ور 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 دیوید چون رفته داره ماورا، چون رفته ما دیوید ماورا. بله، من پایین البته شنونده آه. بودم، یک بار شاید رفتم بالا دیدم خیلی چجوری بگم opinionated بودن، از قبل نمیشد اصلا صحبت کرد. من کاتوزیان رفته بود نرفتم اونجا، روز کاتوزیان رفته بود دعوا. امیر مصدق رفت داشت دعوا میکرد چند وقت پیش. آره ببین امیر رفتم بعد یکشون تو آخه این بک چنل نوشت اتاقای اینجوری نبودن، چرا اینجوری شدن؟ علت داره دیگه، خودت هم میدونه علتش چیه. رفتم پیش پایین بودم نه یکیشون یعنی گفت هی یه چیزی رو به خودشون گفتن، آره تلقین هی کردن، هر کسی باور رو که کردن. اومد آره یعنی خوششون نیومد هی پرت آره کردن بیرون، هی پرت آره کردن. آره چی شد؟ آره
آره باید همونطور که مواظب شنید. باشین حتی خود شما رفتار فرقه ای نشه، چون اون وقت راحت بله. آدم راحته تو اون اکو چمبرش بمونه، در چه بقیه رو هی بفرسته چیز کنه، بعد از یه مدت یه دفعه خودش هم متوجه نمیشه دیگه، میشه یه اکو چمبر. در نتیجه من حتی بعضی اتاقا مثلا بعضی میگم تو چرا اونجا میری اینطوری، میگم مهم اینه که من اینجا مثلا بعضی جا من امنیت این که اجازه داشته باشم نظر خودم رو بدم دارم، این خودش مهمه. اگه اون امنیت ایجاد نشه، نه که امنیت پروپاگاندا، امنیت گفتگو گفت و شنود باشه، برای من اوکی. درود. مزدکم. امیر، بذار بگم، حالا رفتم پایین یکیشون نوشت تو اون بک چنل، مهدی اومد، مهدی بی بالا، نرفتم بالا. بعد یکیشون داشت میگفت که آره دیگه مهدی به شما گفته بود جمهوری اسلامی این سقوط نمیکنه. من 6 7 ماه پیش بهشون گفته بودم، اینا میگفتن تا 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه جمهوری اسلامی. من گفتم نه. بعد دعوا، آره مهدی اومد، نه میگفتم برو بابا، من کاری با شما ندارم، شما سطح شعورتون پایینه، اصلا نمیفهمین چی میگی، مثل جذب اون چرت و پرتای خودتون شدین دیگه. این نه مدرک میگم. درست میگه. نه یعنی یه چیزایی رو پیشفرض گرفته بودن و عصبانی، اگه چیز دیگه ای بگی دیگه اصلا نمیشه دیگه. من یه دفعه رفتم اونجا حرف زدم، یعنی دن این رو اونجا جا انداخته بود که اصلا ترامپ نمیخواد این تنگه رو باز کنه. به من میگفت دن میگفتش که ترامپ اصلا خوشحال داره تخمه میشکنه اونجا، به ترامپ چه که تنگه بسته شده، به منفعت داره میکنه. الان داشت میدیدم ترامپ داشت جلز و ولز میخواست یه جوری آتیش گرفت و میخواست تنگه رو وا کنه. اینا میگن نه. این مدرک هم اومده، ببین مدرک چی مدرک اصلی. جان جان بگو. مدرک یه مدرک داشتیم قدیم میومد، این مدرک اون مدرک مزدک مایک داری بگو. آره مزدک بگو. نمیگه. مدرک میدونی کدوم مدرکه یا نه؟ نه. این مدرک بود میومد با کاوه اینا اتاق میذاشت جلو حرف میزد، نمیدونم اینه همونه. میدونم یه بارم با خودت تازگی صحبت کرد مزدک. آره زیاد صحبت کردیم، دو سه بار صحبت کردیم، اعتقاداتش خوب بوده تو همون که قضیه. گیر میداد به قرآن میگو مادرم عربه. فکر کنم آره همون، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، نمیدونم یادم رفت. آقای مزدک حرف بزن دیگه. مدرک مدرک ازنی خسمان اختصمو یادت یه بار اینجا گفتی و رفتی، بعد بهت این گفتم آقا همونه. این نمیدونم یه اومد اینجا یه همونه. در مورد یه چیزی صحبت کرد، در مورد میخواست ایراد بگیره از گراماتیک آقا داوود هم این اومد، نمیدونم این بعد هم. یه چیزی گفت همون موقع فهمید که اشتباهه، اگر آره قبول داوود کرد هم اومد، بذاره داوود سوگیری. بشنوید، داوود بفرمایید، داوود جون سوال. این داوود کی هستن؟ سلام، صبحتون بخیر. داوود هستم از مسکو. صبح بخیر مسکو. اومد رفیق، مسکو میگم، نه داوود هستم از مسکو. چی میگی؟ دیگه رفیق اومد، رفیق از مسکو اومده دیگه، چیزی نمیگه. آخه موضوع رو نمیدم چیه، برای ننه همتون رو میگم. ببین باری کردن. موضوع اینه که چرا شما اینقدر دیوانه هست؟ ای بابا کی انداختش؟ کاری دیوونه ها نداشتم. هستن، دیوونه ها هستن دیگه بابا، دیگه اذیت رد نکن، دیوونه دیگه کاری نمیشه. من کاریشون نداشتم، من نبودم منم نبودم. ای از خودش خودش رفت، خودش دید که اینجا بعضش خراب رفت. زور خودش وای.
امیر برم ماورا ریزه اذیت کنم که من برم میریزه به هم ماورا کنم. ما برات ممکن مدی الان کی دارن. هست از بچه ها قدیمی ماور الان؟ هستن همشون هستن تقریبا همشون میگم بدن. این بابکه هنوز زنده است اونجا ها. آره بابا بابک هر روز از صبح تا شب چرت و پرت تف میده دیوانه است. ببین بیشترین کسی که چرت و پرت میگفت اون موقع همین بابکه بود. هیچی هم حالیش نیست هیچ. هنوزم همونه، هنوزم همون هیچی وضعیه. حالیش همینطوری نیست. شیطان و تفاوتی آخونده اینا همشون نکرده. دیوونه چرت و پرت میگفتن. آرش اینا. بعد مدی خیلی آدم عقده ایه ها. آره همش تو فاز اینه که مثلا من خارجم، من وضعم نه اینه غیر من. از اون فوش میده به جمهوری اسلامی اسلام. حالا اسلام که همیشه فوش میده ولی خب به جمهوری اسلامی هم باید خب بگم فوش چیکار کنه. نه به ببین، نه به جمهوری اسلامی فوش میده، نه به اسلام، به به مردم مسلمونا خوش مسلمون میده. فوش میده. آره. امیر یعنی خوب میشناسی اینا رو. مستقیما، یعنی چیزی دیگه، انسان ستیزی میکنن. من نجات پرستی نمیگم، میگم انسان انسان ستیزی. ستیزی دیگه نجات پرستی اصلا معنی نداره انسان ستیزی. امیر تو چقدر نشستی پا حرف ای که فهمیدی تو؟ من هر کی یه ذره بشنوم میفهمم. خوبه. من زود دستم میاد قضیه چیه. داستان چیه؟ هر کی چقدر که جو کله است ها. بابا کاری نداری که، مگه چقدر حرف دارن. یعنی دقیقا. هر آدمی رو بگیری اصارش رو در بیاری تو این کلاب هاست چقدره. ها، اگه بگیری چرخشون کنی اصارشون رو بگیری، نه همشون دو مسخال بیشتر نیستن. یه موقع قبلنا تو اتاقشون بودیم، خب بعد بحث همین صحبت های دینی و اینا میشد مرتب. بعد رفت سر پریود شدن زنا. بعد خودشونو زدن به در دیوار و اینا. تو این بحثا این بابک اومد ادعا کنه، اومد این کار کرد، رفت نمیدونم از کدوم سوراخ سنبه ای از یه آدم نمیدونم کجایی یه دونه مقاله ورد که نه اعتبار داشت نه هیچی. تازه همون مقاله هم نگفته بود که خب مثلا این اشتباس. این مقاله اومده بود گفته بود اگر در زمان پریود شدنی یک زنی رابطه برقرار کنه یه مثلا ضرر میتونه براش نداشته باشه و مثلا حالا یک کم هم شاید از درد و ایناش کم بشه یه همچین حالتی. بعد میگفت چون اینو گفته، اون که توی قرآن خدا گفته مثلا دوری کنین وقتی یه خانمی مثلا توی شرایط پریودیشه سکس نکنین بهتره، این میگفت این اشتباس. بعد من دیگه خب اینجوری شد گفتم آقا من نمیدونم، حالا شما هر جوری هست اگر فکر میکنی اینه انجام بده. به نظرت خب چجوریه اون خانمه مثلا میتونه قبول کنه تو اون شرایط یا نکنه؟ بعد ببین از اینجا مثلا چی گفت به من؟ گفت تو من نمیدونم چطوری توی آلمان به تو شهروندی دادن وقتی مثلا این قضیه رو نمیدونی. ببین این آدم خب باید بفهمی دیگه مثلا اینجا عقده‌ای مشکل داره دیگه. این اصلا این ربطی به این چیزا نداره دیگه. اینکه تو حالا مثلا یه مقاله خوندی بعد چون من بهش گفتم نه اینجوری نیست، بعد به من میگفت میخواست یعنی منو متهم کنه چطور تو هنوز به این نرسیدی تو این دنیای امروزی که یک زنی پریوده اشکال نداره مثلا باش رابطه یه چیز برقرار کنی. چون تو اینو مثلا نمیدونی، حالا همون یعنی مقاله معلوم نیست از کجا پیداش کرده بوده، چون همین مقاله از کجا پیدا کرده رو من نمیدونم یا اعتقاد بهش نداشتم، اومد اینجوری مثلا منو بزنه جلو همه. خب من نمیدونم چطور به تو شهروندی دادن تو آلمان، چطوری تو قبول شدی مثلا از این حرفا. کلا عقده ایه. شام خوب بهتر نیستن ها. مثلا کاوه میاد مثلا چرت و پرتایی میگن که اصلا از صبح تا شب فقط همشون بیشتر چرت و پرت میگن تا چیزای درست حسابی. توشون هم آدم خوبم هست ولی بیشترشون چرت و پرت خوبن. من بد زدم تو دهنشون دیگه تو ببین این اتاق آخر بد زدم تو دهنشون. اونا ببین تو یه بحثایی هست تو قضیه علمی، تو قضیه دینی و مذهبی هیچ کدومشون سواد ندارن، هیچ کدومشون صفر زیرو. بیشتر میدونی قضیهشون کینه ایه، بیشتر مثلا مشکل دارن تا مثلا اساسی بخوان چیزی رو بدونن این یک. ولی تو بچه های خوبی که دارن از نظر یه سری چیزا، یکی ژافه بود بد نبود، یه دختری بود قبلا آنا بود، البته او همش از رو جزوه میخوند، یه دختر باحالی بود با محمد این زیست شناسه.
این چند تا بچهای خیلی خوبی بودن دیگه، بقیهشون عرس و دن و آرش و چه میدونم همین آره کاوه که اون از جدیدن. همه بدتر اون دختر زنه است، نسرین. اوه 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 اوه. اون که اون مریضه، عالیه، یعنی اون اصلا یه مریضه چیزایی. جدی بهت میگم ها. اون خیلی مریضه، مشکل آره با داره اون عجیب غریب. با چیز میره اتاق این میزنه اون با این یه چیزه دفعه مک. این نسرین میگفتش که این سر بچه های فلسطین میگفت اینا که خب مسلمان ها که بچه ندارن که از 12 سالگی به سر بالغه، بچه نکشتن که اینا یک چیزه. یعنی یه چیزایی میگن من نمیدونم، یعنی چه جور ادعای چی دارن میکنن من نمیدونم. هی اسلام 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 و اصلا انسانیت صفر، فهمیدن آدمیزاد صفر. مدی عامر رو میشناختی؟ علی عامر مرده نمیاد داره دیگه نمیادش. قسم میخورد، عامر قسم میخورد، بعد موثق ها. خب میگفت اینا پروژه بگیرن، میگفت اینا پروژه بگیرن، کار دستشونه، کار دادن دستشون که مثلا صبح تا شب هم اینا رو بگن. قسم میخورد. او اوایل عامر میرفت اونجا، بعد دیگه او غیب شد نرفت دیگه. خیلی وقتم هست نیستش امیر عامر، فکر کنم یک سالی میشه نیستش. عامر دیگه از زمان جنگ و اینا دیگه ندیدیمه. اون زمان چیز هم بهش یه دفعه گفتن دیاکو رو گفتن تهدید کرده و این چیزا خیلی گیر دادن بهش. آخه دیاگو هم خود تغییری شدید ایرانی داره، هی مرتب میگه ایرانیا اینن، والا ایرانیا ببین بی ولی سوادن، ایرانیا خود فلانن. دیاکو هم خود دیاکو هم نه، هی دیاکو همه چیش کم فیک بودا. من مدتی هم نیست، یعنی همه عکساش ای آی نمیدونم، هی قصه هاش ای آی، هی مدارکی که میذاره همش معلومه دروغیه. من نمیدونم بعد میگو من خبرنگارم تو آمریکا. اونش هم فیکه. همه مثلا عکس تو غزه، اصلا تو همونجا هم سر این چیزا بهش گیر دادن، تو ماورا دیگه قهر کرده بود از اونجا. ما حالا به روش نمی آوردیم ولی در اونجا به روش آورده بودن. اونم یه حکایتی داشت از خودش. اینجا بیماری های عجیب غریبی هست آقای امیر، اینجا اشکانه انواع و اتفاقا بهتر اقسام. بود. آره ها یه جانم. اشکان نامی هست، اسمش هم حالا بر این خیلی عالیه. نه اون یه اشکانی هست میاد تو اتاق عجیب غریب خیلی اصلا عالیه اون. یه دفعه مثلا ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامیه، میاد اینطوری آقا اسلام یعنی آدم کشی، اسلام میگه آقا این مأمور جمهوری اسلامی، میگه ما احمق تو خودت از همه بیشتر مأموری. یه جوری بوده به من میگه خودت اصلا معروفه اصلا مأموری. میاد فقط اسلام ستیزی، آدم اسلام ستیزی میکنه، بعد میگه شما مأمورید. ببین خب یکی از دلایلی که اصلا مشکلم حل نمیشه همینه دیگه بابا. حالا کار به خوبی و بدی اسلام ندارم بابا، واقعا مشکل جاهای دیگه هست، یعنی مشکل خیلی ریشه دارتر این حرف هست. حالا یه قانون اسلامی ورش میداری از تو قانون اساسی تمامش میکنی میره کنار دیگه. خب حالا آخونده هم مثلا میگی نیستن دیگه تو نه قدرت. ولی بیشترشون ببین با مثلا مسلمون های اصلا یه چیزایی میگن راجع به، من انگلیس زندگی میکنم، راجع به مسلمون ها یکی اینجا از متین تو آلمانه. آخ 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 آخ. متین، آره متین اینجا اون اصلا میومد. اون فکر ولی کنم با متین همش قهر کردش میگه چرا شما فوش به اسلام نمیدی، یعنی باید نه هر نه 5 دقیقه یه دفعه امیر، باید به نه این اسلام متینه چیز کنی. خیلی خوبه، این متین جوونه خیلی خوبه، این بچه اهوازه، این الان با همین کج و کولگیش خیلی خوبه. یه متینی هست یه مردی یه عینک میزنه مثل آها اونم هری دیدم. پاتر، اون خیلی آدم بیشرفیه. اون میگفت من یه بار رفتم انگلیس مرخصی، یعنی اورلاب رفته حالا،
انگلیس این پاکستانی ها رو دیدم اینقدر حالم به هم میخورد، این چه میدونم فلانی ها رو دیدم حالم به هم میخورد، این سیاه ها رو دیدم از همه حالش به هم میخوره. حالا انگار خودش چه انیه، بعد اینا مسلمونن فلانن. برای این از این چیزا بلدن، خیلی کارشون خرابه. شد اتاق غیبت شد. آره. اومده دیگه به زهره دیگه شیر خدایی غیبت هم اومده. زهره. غیبت جزی از کلاب هاوسه دیگه. خب آره اینا غیبت که هستن اصلا دیگه. کار کلاب هاوس اصلا کن. خب دیگه ببین این اتفاقا میفته دیگه، بعضی موقع در موردش شما حرف بزنیم نمیشه. خانم مختاری سلام، صبح بخیر. الو، سلام. سلام، صبح سلام شما. علیکم ببخشید خانم مختاری عزیز. ببخشید. سلام و وقتتون بخیر همگی. صدای من میاد؟ بله بله بله، بفرم. زنده باشی، وقت شما هم بخیر. مرسی، خیلی ممنون. چون من فرصت صحبت کردن ندارم، یعنی محیطی که دورمه مجبورم همیشه فقط با گوشی باشم. بله. بعد یک سوال میگم، به تک تکتون سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشین همگیتون. یک قربان. سوال من داشتم. اه، من هم از آقا عارف هم از آقا مدی، ببینین، خیلی دوست دارم اینو بدونم که چون دو تا نظر مختلف میشه، یکی از کسی که باورمنده و یک کسی که به صورت علمی مسائل رو در واقع، البته نه اینی که خدای نکرده اون کسی که باورمند علمی نیست، ولی به هر حال دیدگاه ها فرق میکنه. این در مورد معاد یا در واقع مسلمون ها و خیلی از کسایی که دین باور هستن اعتقاد به روز رستاخیز دارن یا معاد دارن. من خیلی دلم میخواست که نظر هر دوی شما رو بشنوم، هم آقای مدی و هم آقا عارف. ممنون میشم که اگر یه مقدار برام توضیح. من امکان اینه که بتونم پاسخ بدم و اینا ندارم، چون گوشی رو باید بذارم گوشم و وقتی هم که گوشی میذارم صدام خیلی ضعیف میشه. بنابراین فقط گوش میدم. ممنونم تا اونجایی که میتونین برام توضیح بدین، چون خیلی مسئله مهمیه برای من. مدی جان بگو آقا اگه میخوای بگی چیزی. کاری انجام میدم 5 دقیقه دیگه میام. شما صحبت کنم میام. بله ببین خانم مختاری، این قضیه که شما میگین معاد خیلی کلیه، میدونین این یعنی کلی میگین. خب معاد حالا از نظر خب علمی که بعید میدونم، چون علم توی زمینه ها بخواد ورود کنه، چون قضیه ای هم نیست که مشاهده ای داشته باشه. مثلا خب یه انسانی میمیره، خب اینا خب میره زیر خاک، تجزیه میشه بدنش، هیچی ازش نمیمونه، حالا یه 4 تا تیکه استخونه هم ازش میمونه شاید، همین. یعنی چیز بیشتری علم نمیتونه بگه، چون معمولا چیزایی که علم میگه از روی مشاهداتی هست که قابل بررسی باشه، همین. ولی از نظر دینی نه، قضیه یه خورده متفاوت تره و به کلا دین نگاهش اینه که اینجا ما مهمانیم، یعنی یه مدت کوتاهی هستیم اومدیم و همین، بعد از این یک چیز ابدی هست که موندگاره. ولی وقتی در مورد مرگ میگه مشخصا از قرآن، ما مثلا تو حداقل توی ایران یا حتی همون کشورهای عربی خیلی داستان درست کردن، گفتن مثلا شما وقتی میمیری خب میری توی قبر، عذاب قبر هست، یه میدونم فرشته ببخشید میاد. من وسط بله صحبتتون. ببینید شما هر دونه ای رو که به خاک میسپری، خب، یعنی یه انسان از یک دونه ارزشش پایین تره. هر دونه ای که به خاک سپرده میشه به هر حال یه فراگشت دیگری داره، یک بازسازی دیگری داره. خب چطوری ممکنه انسان هم همین باشه ما نبینیم؟ ها، نمیدونم. من فقط خواستم بگم خیلی این برای من مسئله است، خیلی بهش فکر میکنم. ممنون.
خواهش میکنم. نه ببین این چیزی که در واقع توی قرآن مشخصا هست از نگاه دین که خود قرآن فقط، چون چیزهای دیگه دین حساب نمیشن، چون منشأ زمینیه. وقتی هم منشأ زمینی باشه مطمئنا دوچار خطا هست و چیزی نداره. ولی این منبع بالادستی ما فقط قرآنه. قرآن هم میگه خب شما اینجا هستی، وقتی به مرگ میرسی در واقع یک نفس هست، یک نفس مثل یک نرم افزار که روی این کالبد فیزیکی سوار شده در همون ابتدای خلق. این نفس اتصالش قطع میشه دقیقا با همین تعبیر. اتصال نفس با این کالبد فیزیکی سخت افزاری قطع میشه و مرگ اتفاق میفته. حالا قرآن میگه وقتی از اون لحظه شروع میشه تا روزی که در واقع روز حساب هست یا همون قیامت و تمام شدن کامل این دنیایی که توش هستیم اتفاق میفته، بر اون کسی که مرده و این نفس عدم اتصال پیدا کرده، بر اون نصف روز یا چند ساعت میگذره. یعنی شما فکر کنین آدمایی که میلیاردها سال پیش مردن و از این دنیا رفتن، از نگاه دین روزی که قیامت میشه برای اونی که 1 میلیارد سال پیش مرده انگار نیم ساعت گذشته. این به شما اثبات میکنه وقتی شما از این دنیا دستت کوتاه شد، زمان و تقویم زمانی یه جور دیگه حساب میکنه، یه جور دیگه میشه محاسبات. یعنی ما الان توی دنیاییم، خب یه ساعت داریم و یک تقویم، ولی وقتی شما کسی از این دنیا میمیره طبق قرآن وقتی میگه تا روز قیامت نیم ساعت یا یک روز به شما میگذره، حتی به مجرمون یک آیه‌ای هست در مورد کسایی که مجرمن، حالا ظالمن، کارهای مثلا عجیب غریب کردن، میگه حتی به اونا تا روزی که قیامت میشه نیم ساعت میگذره. این از این چون تو این زمینه خیلی ها میگن که عذاب قبر هست، برزخ، چه میدونم یه دری به جهنم هست، یه دری به بهشت هست، نکیر و منکر روز اول قبر میان ازت سوال میکنن. اینا همش افسانه و دروغه. هیچ چیزی خداوند در مورد این نگفته. گفته فقط شما میمیری، نفست خارج میشه از جسمت و نفس هم خود خدا در واقع میگیرش. نفس رو خود خدا یمسکو میگه، الله الذی یتوفى الانفس حین موتها. از کلمه مسکم استفاده میکنه، مثل یه چیزی که اینجوری یهویی از شما بکشن بیرون با پنجه یا با مشت، اینجوری یه چیزی رو میکشن از اون انسانی که میخواد بمیره در واقع میاد بیرون. بعضا هم باز یه آیه دیگه هست که ملائکه این کار رو انجام میدن. و حالا در مورد بعد از اون که خب حالا روز حساب میاد و اینا، خب او اتفاقات میفته. حالا یه توصیفی هم در مورد جهنم و بهشت که اون دنیا ابدی هست میده. ولی چیزی که جالبه در مورد پایان دنیا، خداوند میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، میگه روزی که این جهان و این دنیا به یک چیز دیگه تبدیل میشه، جدا از اون اتفاقی میفته اذا الشمس کورت، اذا النجوم کدرت و اذا البحار سجرت. تمام اینا رو که میگه، باز خدا میگه این زمین و این جهانی که شما توش هستین مشخصا زمین به یک چیز دیگه تبدیل میشه. نمیگه نابود میشه یا یه چیز عجیب غریبی میشه، میگه روزی که زمین به یک زمین دیگه تبدیل خواهد شد. حالا این چیزا واقعا دیگه ما نمیدونیم، اینا یه چیزهایی هست که ما نمیدونیم چه پیش میاد، که یعنی چه جوری میشه. ولی خب میگم که این مرگ اتفاق میفته، این جهان رو یه جهان کوتاه مدت توصیف میکنه و اون جهان رو بعد از مرگ یک جهان ابدی توصیف میکنه. دیگه من نمیدونم حالا اگر چه چیزی مد نظرتون هست ببینم، اگر بتونم من میگم بتونم. خانم مختاری فکر کنم مایک نداره. صدای من میاد الان؟ شما بله اگر بله. گوشی ببینید، من یعنی منظور شما اینه که این مسائلی که میگن که نمیدونم بعد از مرگ، یعنی نمیدونم عذاب قبر و نمیدونم اینا، یعنی همه علکیه. اصلا منشأ معنی خدایی نداره اینا، منشأش الکی دروغن اینا، هر مثل افسانه و رویا و چرت و پرتن. من و اگر و نه، ببین اصلا یه دلیل منطقی و عقلی دیگه. ببین اگر کسی میگه وجود داره مگر تجربه کرده؟
نه. مگر تجربه کرده؟ مگر کسی رفته تو قبر و دیده این اتفاق؟ خب حالا بالاتر از اون میگم که متن بالادستی قرآنه که ما میگیم کلام الله است در واقع. هیچ چیزی در مورد اینکه عذاب قبر هست، نکیر و منکر هست، یه در به بهش باز میشه، یه در به جهنم باز میشه، چه میدونم میلیاردها سال تو برزخ میمونی، هیچ. از وقتی که شما میمیری تا روزی که روز حسابه، خب خداوند میگه به شما نیم ساعت میگذره یا یک روز، شاید یک روز. من زمان رو قبول دارم، یعنی زمانی نیستش که ما در اینجا حس میکنیم، این یه چیز طبیعیه. هم یعنی در واقع ثابت شده است که زمان این زمانی که ما هستیم نیست به هر حال. ولی پس یعنی منظور شما اینه که بعد از اینی که زمین تبدیل میشه به چیز دیگه، اون روز رستاخیز میتونه باشه، درسته؟ نه نه نه، این مشخصا نیست. توی قرآن یک سری شواهد میاره براش، یک سری چیزا میاره که در واقع بعد از چند مرحله که اینها اتفاق افتاد بعد روز حساب میشه. حالا اینا رو باید سر فرصت میتونم دقیق براتون بیارم که چه اتفاقاتی از نظر قرآن میفته و روز حساب میاد. ولی اینکه زمین به غیر از زمین تبدیل میشه، این تو چیز ما نیست. یعنی این چیزی نیست که ما بخوایم مشاهدش کنیم بعد یعنی مثلا زمین غیر از زمین بشه بعد ما مشاهده کنیم و قیامت بیاد. نه، همچین چیزی وجود نداره. کلا خداوند توصیف میکنه، میگه وقتی این جهان تمام شد و روز حساب رسید، این جهانی که الان من و تو پامون روشه روی زمین هستیم، این زمینه از بین نمیره که نابود بشه، به یک چیز دیگه ای تبدیل میشه. درسته. درست. ببینید این من مثلا یه موقع فکر میکنم، میگم که خب ما هر چیزی رو که به زمین میسپاریم، خب این تبدیل میشه. خب مثلا ژن ما، نمیدونم، سلولایی که ما در این تبدیل میشه، اون گاو، اون گوسفند، نمیدونم هر چیزی اینو خورده میشه، توی گیاهان ما میاد، تو باز در واقع یک تبدیلی انجام شده. اینطور نبوده که من کلا از بین برم، این یک تبدیلی هم بوده. حالا میره توی اون گاو و گوشتشو من، نسل بعدی من میخوره. به هر حال یک سری از چیزهایی که در وجود من بوده، در جسم من بوده، این تبدیل شده باز به چیز دیگه. باز یک انسان دیگه خورده میشه، ممکنه یک سری از سلول های من یا ژن من تو اون انسان رشد کنه به وسیله همون گوشت یا گیاه یا چیزایی که خورده میشه. نمیدونم، میگم من خیلی این چیز برام مسئله است. نه که از لحاظ چیزی گیر کنم روش، ولی دوست دارم که بیشتر بدونم روی این مسئله. نمیدونم حالا شما نظرتون چیه در این مورد؟ و در مورد این میگم که میشه خیلی از نظر قرآن میشه نگاه کرد و بررسی کرد که چطوریه. ولی در مورد وقتی که مبعوث میشیم هم یه خورده واقعا چیزه، از نگاه قرآن هم میشه گفت دقیق، یه جورایی دقیق از این نظر که در مورد کلماتی که به کار میبره ها، چون متفاوتن. اون جایی که شما هیچ حرکتی نداری، از قبور استفاده میکنه در قرآن، کلمه و تعبیر قبر رو به کار میبره. ولی در مورد مبعوث شدن، روزی که به خود تعبیر قرآن شما مبعوث میشی، یعنی بر میخیزی، بلند میشی و به اون حالتی که بودی برمیگردی، از لفظ اجداث با سه نقطه استفاده میکنه که از جدسه میاد. جدسه یعنی مثل یه سم حیوانی که یک چیزی رو میکنه، زمین رو با پاش هست یه اینجوری میکنه، گود میکنه. از اون از اون کلمه، یعنی در موقعی که یکی مرده و تحرکی انجام میده و یک کاری پیش میاد، اتفاقی میاد که همراه با نگرانیه، همراه با نگرانی و استرسه، از کلمه اجداث به کار برده، جدسه. این از این کارا خیلی هست توی قرآن، یعنی متمایز میکنه. مثلا کلمه قبور کاربردش برای چیه؟ کاربردش تو قرآن موقعیه که سکونه، آرامشه، هیچ کاری نمی کنی، هیچ اتفاقی نمیفته، یه چیزی همینجور ساکنه. ولی جدسه رو در قرآن لفظ و کاربردش زمانیه که نشون میده شما یه اتفاقی همراه با استرس، فشار، ترس برای شما میفته.
در مورد روز قیامت هم این رو میگه، وقتی که مبعوث میشن مردم، میگه مثل این سم حیوانی که این زمین رو گود میکنه. شما اینجوری هر کسی مثلا انگار از اون جایی که خوابیده یا همونجا آرام گرفته، این شکافته میشه و در میاد و به همون حالتی که در واقع هر کسی که فوت کرده دقیقاً به همون حالت برمیگرده. اینجوری مبعوث میشه با همون شکلی که در واقع اون لحظه‌ای که فوت کرده به همون شکل باز برمیگرده و مبعوث میشه. خیلی خیلی توضیحات هست در مورد این، همین که چطوری میشه در مورد روز قیامت، اتفاقاتی که میفته، چطور مبعوث میشن موقعی که سوال میشه، اینا رو همه دقیق توضیح داده. میگم من یعنی یک مثلا خیلی هم من میگن نه وجود نداره نمیدونم، ولی برای من یک خانم مختاری، من صدا تو خیلی ضعیف میشنوم. میفهمم. متاسفانه با گوشیم صدا الان بهتره. بله میگم بله بتون. ببینید مثلا من میگم خب این انسان هایی که روی این زمین ظلم میکنن یا خوبی میکنن یا هر چی شرایطی که، خب این چجوری باید جواب داده بشه؟ اگه وقتی که من زورم نرسه مثلا آدمی مثل خمینی فرزندن یا هیتلر یا هر کس، خب اینا چجوری باید پس بدن؟ آیا فقط به صرف اینی که بعدها لعنت بهشون فرستاده میشه جوابشو میگیرن، یا اینکه نه واقعا باید جوابی داده بشه در مقابل ظلمی که انجام یا کسایی که خوبی کردن؟ یعنی این مسئله است که همیشه ذهن منو میگیره که چطوری میشه مگه که مثلا آدمی مثل خمینی فرزن وقتی بمیره بخوان اون هم آدم برن براش سینه بزنن یا تو سر کلش بزنن؟ هرگز بله، چیزی باید داده بشه. به این باگیه که در واقع اونایی که خدا ناباورن و اعتقادی ندارن باید بهش پاسخ بدن. یه باگ دیگه. خب اتفاقا ما قبلا هم خیلی در مورد این صحبت کردیم. به طور مثال مثلا یک خانمی که یک همسری داره و یه نفر همسرشو میاد بدون دلیل و به عمد میکشه. در مدرنترین دنیا و مدرنترین قوانین اینو نگاش کنید، جایی که بهترین قوانین و مدرنترین قوانین دنیا در حال حاضر جاریه، یک خانمی شوهرش رو یه نفر میاد به عمد میکشه. حالا در دنیای مدرن دیگه بهترین حالت اینه که خب حالا این یا میره مثلا چه میدونم زندان، جریمه میده، به اعدام میشه، من نمیدونم، و اون زنم خب یه خسارتی خورده از نظر روحی روانی و میتونه از نظر زندگی و توی دنیای که داره خودش زندگی میکنه به دلایل مختلف باز خسارت بخوره از نبود مردی که در واقع شوهرش بوده، شریکش بوده، عشقش بوده یا پارتنرش بوده، جزء از مسائل احساسیش. حالا مسائل مادیش که میگیم حالا بالاخره یه جوری ساپورت میشه، مسائل احساسیش هم میگیم مثلا میره کلاس روانشناسی میبرنش و حالا یه جورایی روانکاویش میکنن، ولی هیچ جایی نمیتونه اون خسارت روانی که این زن خورده از مرگ شوهرش رو جبران کنه به هیچ عنوان. یک نفر بابت یک اتفاقی یک خسارتی بهش خورده که شما حالا ببرش روانکاری، ببرش دکتر، هر چقدر روی این مغز بخوای کار کنی، اون خسارت و ضربه اولیه‌ای که به این زن خورده یا به اون مردی که شریکشو یک نفر اومده به عمد کشته رو هیچ نیرویی، هیچ درسی، هیچ دکتری نمیتونه درمان کنه. این خسارت به شما وارد شده. اون طرف هم که آدم کشته، حالا رفته زندان، حالا تهش هم مثلا میگیم کشتنش دیگه، اعدامش کردن. خب اصلا کشتنش طرفو، آقا شما قتل کردی، طناب انداختن گردنش، کشتنش. این وسط ظلمی که به این زن شده که شوهرشو کشتن، اصلا اون مرده هم که کشتن کار نداریم به هم، این که زنده است دیگه. هیچ کس نمیتونه این خسارت و این ظلم رو برای این زن تاوانش رو بده و جبران بشه. حالا تو دنیایی که یک خدا ناباور و ایتئیسم معرفی میکنه، باید این باگو حلش کنه که این دنیای بی‌معنی و پوچ و بدون خالق و تصادفی و در هم بر هم که ما اومدیم یه تایمی بعدم میریم تمام میشیم،
خب اگر اینقدر بیرحمه و اگر قراره اینجوری یه نفر خسارت و ضربه بخوره دیگه، خب نه انسانیت معنی میده نه اخلاق معنی میده و همینجوریه دیگه. هر کی میتونه یه آدم بکشه، منم هزار تا کار میکنم، شما هم میکنی، بعدم هیچ به هیچ، خدافظ خدافظ دیگه. معنی نداره دیگه دنیا. دقیقا چیزیه که من همش بهش فکر نه میکنم. آخه معنی نداره دیگه. اصلا من تو دنیایی که استارتش پوچیه، دنیایی که استارتش با تصادفی بودنه، تصادفی اینجاییم، تصادفی اومدیم، نمیدونیم هم برای چی اومدیم، خالقم نداره دنیا، همینجوری مثلا دو تا سنگ خوردن به هم افتادیم رو زمین. خب دنیایی که منشأ و مبدأش بر پوچی بنا شده باشه، انسانیت و اخلاق نباید تو اون جایی داشته باشه. چرا شما مرتب به سمت انسانیت، به سمت اخلاق، به سمت عشق، محبت میری؟ خود اصلا خدا رو هم نمیشناسی، نه خدا رو میشناسی نه دین میدونی چی هست، چرا به این سمتا میری؟ اینا یه سری باگن. من نمیخوام از این جهت پامو بذارم بگم نه خب هست، نه این برا من بله هست و نمیتونم هم اثبات کنم. یعنی خداوند هیچ کس نمیتونه ثابتش کنه دیگه، چون شما باید ببینی اول یه چیزی رو و این چیزی نیست که شما مشاهدش کنی. به این جهته که فقط اونجوری یه جوابی براش هست دیگه. اونجوری اون موقع یخه منو میگیرن، میگن آقا شما مثلا اون روز فلان کارو کردی و توی قرآن هم اینو میگه ها. توی قرآن از یه کلمه امام مبین استفاده کرده، در واقع به نام آرشیوه. آرشیوی که همه چی توش سیو میشه، همه چی یونیورس تو اون آرشیو سیو میشه، اسمش امام آرش جان مبینه. ببخشید این اتاق چقدر دیگه وقت داره؟ 5 ساعت. یعنی همش ما اینجا 7 ساعت باز کردیم اون آره اتاقو. امیر ببین تو آیفونی، بذار بهت بگم که نگاه کنی، آه تو اونجا هست که مایک داری، آه این ورش یه دفترچه هست، آه بزن رو دفترچه، بزن تو هیستوری، آه برو پایین پایین، استارت اتاق رو میبینی چه ساعتی شروع کرده. آها مرسی، برم ببینم. بعد برم. آره 7 ساعت پیشه. مرسی. خب ببین خانم مختاری، من اون اوایل خب همه چی اکتسابی بود برای من شخصا، یعنی تجربه شخصی من. خیلی هم میزدم به در و دیوار، یه روز نمیدونم میرفتم اینور، یه روز میرفتم اونور، یه روز میرفتم یهودی ها رو میخوندم، یه روز مسیحی ها رو میخوندم. خب تو خانواده شیعه هم تو اون کشور بزرگ شدیم دیگه، مسلمون، ولی هیچ موقع کانکت نمی شدم. یعنی انگار یه چیز فیکی بود، یه چیزی بود که نمیفهمیدمش، حالم خوب نبود مثلا، یعنی درک درستی نداشتم دیگه ازش. حالا خب سنم یه واقعا پایین بود، یعنی زیاد چیز نبود. بعد کم کم خب اون چیزی که باعث شد واقعا بخوام خیلی عمیق برم دنبال این که ببینم مثلا این منشأش چیه، کی درست میگه، چی هست چی نیست، منشأ اصلی تمام این حرفا کجان که میگن. اون چیزی که باعث شد اینجوری به قضیه نگاه کنم، از خودم سوال کردم که آقا دو حالت داره دیگه، یا یک خالقی وجود داره یا یک خالقی وجود نداره. حالا اگر فرض بگیری که خالق وجود نداره، خب مثلا من فرض میگیرم این خالق وجود نداره، برای خودم 1% باید احتمال بدم که خالقم وجود داره، 99% میگم خالق وجود نداره، هر کاری دلم خواست میکنم، هیچ خبری هم نیست. اما 1% رو نمیتونم بگم وجود نداره، چون قابل اثبات نیست. نمیتونم بگم 100% وجود نداره، نمیتونم 100% بگم وجود داره. پس 1% رو گذاشتم برای وجود دارش، ولی همون 1% مجابم کرد از نظر منطقی و عقلانی که بیام سمت اون 1%، به دلیل اینکه اگر 1%م خالق وجود داشته باشه، پس من باید جواب بدم، و اگر بر اون 99%ی که خالق وجود نداشته او سمت وایساده بودم، اگه اون 1% اوکی بود، من باختم دیگه.
من باختم، دنیا تمام شده، فکر کردم خبری نیست. یهویی دیدیم از قبر اومدن کشیدنمون بیرون و گویا اینجا بابا بیا باید جواب بدی. من بهت گفتم چرا باور نکردی؟ خب بالاخره من باختم دیگه. اون 99% آخه رو باور. خالق کلا چرا اینه، دو جواب حالته. میخواد؟ جواب برای چی میخواد؟ خب اگر جواب نمیخواد که دیگه به نظر من تو باید اول بگی اگر جواب نمیخوادی خالقت که جواب نمیخواد ازت. نه میگم، از کجا فهمیدی خالق هست؟ نه میگم مثلا چرا نه اگر جواب شما میخواد؟ قبول داری که خالق هست، از کجا قبول داری؟ نه میگم خب الان همینه اومدم دیگه، من قبول همینه. کردم، ولی چرا به قبول کنم که این خالق مثلا ببین خیال ببین کن مجسمه ساز مجسمه ساخته، حالا از مجسمش جواب میخواد، من نمیدونم چرا ببخشید جواب میخواد. ببخشید من فکر میکنم خالق نمیخواد، این بنده های خدا هم که از هم سوال دارن. چرا به من این ظلم شده یا چرا یه همچین من از نظر من اگر جوابی یعنی سوال و جوابی باشه در واقع بنده های خدا، ظلمی که به من شده کی میخواد جواب بده؟ من از اون طرفی که به من ظلم کرده یا به یک جامعه یا به یک جمعیتی ظلم کرده، خب ما این که جواب میخوایم چرا این کار کردیم؟ یعنی من حالا الان خب خانم مختاری، حالا اونم هست. ببین امیر میگه مثلا این که این دنیا رو درست کرده، این جهان و انسان ها رو همه درست کرده، چرا میخواد با من حساب کتاب کنه؟ اگر کسی خالق رو قبول نداره و فکر میکنه خالق نیست که اصلا هیچی دیگه، تمام شد رفت. حالا اگر یکی میگه خالق هست، اول باید بیاد بگه این خالقی که هست از کدوم دستگاه بهش تعریف شده. اگر از دستگاه دینیه و از دستگاه پیامبری و کتب آسمانیه که اون قضیهش متفاوته و میریم تو اون دستورات و تکالیف و حساب کتاب. اگر از این دستگاه خالق و نمیگیره، پس اصلا حساب و کتابی برش نیست، یعنی اصلا دیگه نباید به حساب کتاب فکر کنه. تنها راهی که شما اگر خالق و پذیرفتی ترس از حساب کتاب داری و این سوال برات پیش میاد که چرا اصلا از من سوال میکنه، دستگاه درون دینه. در دستگاه درون دینم به تو پاسخ داده که چرا ازت سوال میکنه. این که آقا من این جهانی که داری میبینی با چشمات، اینو من خلقش کردم، یه نگاه هم به خودت بنداز، تو هم من درستت کردم همینجوری. نیومدی تو اگه میتونی، اگه فکر میکنی من درستت نکردم، مثلا یه مورچه درست کن، یه دونه مورچه درست کن اگه میتونی. خب حالا این دنیایی که من برات درست کردم تو هم درست کردم، به خاطر اینکه بفهمی همین جوری نیست. تنها چیزی که از تو میخوام اینه که به هم نوع خودت خسارت نزنی و به این محیط زیست و دنیا هم خسارت نزنی. این خیلی مهمه، چون برای ادامه زیست کردن و بقای انسان ها نیاز هست که شما محافظت کنی از این جهان، از محیط زیست. این دو امر، این دو تا قضیه رو از تو میخواد که دیگه حالا نه توضیح مگه خدا نگفته که این دنیا مال تو، هر کاریش خاصی به سرش بیاد؟ گفته دیگه اینا رو، ما حالا نه محیط نه زیست و نه اینا نه 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 تازه نه در نه نه اومده. نه همچین عزیز، چیزی نگفته. والا گفته همش گفته مال اینا تو، رو هر برای بلایی اینکه دلت خواست سرش بیاد. از درون دین خداوند همچین چیزی نگفته که صدات کلا باگ خورد عارف، پاک صدات خورد. نداری. دین یعنی آره. ببین الان صدام هست. آره آره ببین این اینجوری نیست که هر کاری دلمون خواست بکنیم، نه، تمام اینا مسخر شده برا ما. اینا همه اومده که در واقع شما چیزی کم نداشته باشی. شما یه جهانی باشه برات، یه جایی اومدی که بتونی زیست کنی، فراهم باشه همه چی، که اذیت نشی. حالا آیا ما اجازه داریم خسارت بزنیم به محیط زیست؟ دستگاه درون دین که شارعش خود خدا باشه یا خالق، این اجازه رو به تو نمیده. نه فقط به جهان محیط زیست یا این
به هم نوعت هم همینجوری. هر اعتقادی داره، هر باوری داره. و مثلا یه مثال، باورتون میشه که خدا از نظر قرآن و دستورات دین اگر زن یک مردی رفت تو خونه و زنش رو دید با یک مرد دیگه روی تخت، مثلا تا اینجا برم جلو، شما به عنوان مرد که بزرگترین اعتقاد دینی هم داری، اصلا اگر متقی باشی نباید دیگه کشیده بزنیش. این در درون دستگاه دینی این که شما متقی، شما مؤمن به خدایی و ایمان داری. شما اگر خانم تو دیدی رو تخت با یک مردی در حال یک کارایی، شما تنها کاری که میتونی بکنی جداییه، همین. نه حق داری بزنیش، نه حق داری بهش توهین کنی و نه حق داری هیچ چیز دیگه بهش بگی. اون کسی که باش حساب کتاب میکنه خداست. اون خداست که باید این خانم بهش جواب بده و به اون خسارتی که به تو زده. تو اگر به خدا قبول داری و ایمان داری به خدا، شما حق نداری نه زنه رو بزنی، نه بهش توهین کنی و نه هیچ کار دیگه رو بکنی. حالا این از خسارت نزدیکترین کسی عاطفی که رو بتونی، آدمو کی میده؟ همون دیگه، این دل خسارت آقا شکستگی عارف انسان میشه رو کی؟ میشه سورسش رو بگین، میشه آیش رو بگین، این کجا نوشته شده درود؟ این کجا این نوشته شده آیه، این؟ نه الان بهتون میگم نه این دیگه، شما آیه همش داری از حرفای خدا داری میگی دیگه، حرف بله الله رو داری بله میزنی دیگه، بگو بله کدوم آیش کجاشه دیگه، کجای قرآن بله. این نوشته؟ چشم. ممنون. آره یه لحظه مایک تو ببندی ممنون میشه. بله. ببین دوست من، قرآن جوری نیست که شما یک آیه رو ورداری بخونی. قرآن یک آیه و یک جمله و یک کلمه نیست. قرآن 6200 خورده ای آیه است و بر اساس کل مجموعه وقتی قرآن رو خوندی و عاشرهم بالمعروف، و خداوند میگه با اون چیزی که معروفه اینها رو باشون ازدواج کن و تسریحا بالاحسان، و با احسان ازشون جدا بشو. حالا این کلمه احسان رو باز میاد برای شما تعریف میکنه. دروغ نگی، نزنی، توهین نکنی، خسارت بهش نزنی، بهش ظلم نکنی. هر کاری کرده، شما به عنوان یک مرد که اون شریکته، شما اجازه نداری به جز احسان باش رفتار کنی، حتی اگر بزرگترین خطا رو زنت انجام داده. تنها کاری که شما میتونی بکنی طلاقه. نه اجازه داری توهین بش کنی اگر مؤمن و متقی. حالا این آیه به صورت کامل که نیومده اگه زن تو دیدی تو تخت خواب بود با یه مرد دیگه برو فلان و فلان کن. خداوند بیس رو به شما میده، بیس کلی رو به تو میده و میگه در این چارچوب شما به عنوان یک مرد با شریکت، با عشقت، با پارتنرت، اگر باور داری به من و این کتاب رو خوندی، شما باید اول برای یک شروع رابطه اون چیزی که عرف اجتماعه طبق اون عرف عمل کنی، هر چیزی که هست. و برای جدایی با احسان، نمیگه با خشم و ظلم، میگه با احسان و نیکی ازش جدا شو. یعنی اگر بزرگترین اتفاق بین تو و پارتنر و شریکت افتاد، شما به هیچ عنوان حق نداری بهش ظلم کنی. حق و حقوقش هر چی که بوده باید ادا کنی، توهین بش نکنی، تحقیرش نکنی، کتکش نزنی و هیچ. تمام، فقط جدا. آقا اتفاق افتاده، جدا میشی، تمام میشه میره. ببین قرآن اینجوریه. اینجور نیست که خداوند برای مثلا بگه تو برو تو یخچال، در یخچال تو وا کن، یه لیوان آب هست بعد بریزش تو صورت زنت. اینجوری که آیه نیومده. بیس هست و شما باید بفهمی. وقتی کل بله قرآن مرسی. رو میخونی میفهمی. ببخشید حالا من یه سوال دیگه برام پیش اومده، کوتاه جواب بدین ممنون میشم. این نتیجه‌ای که الان شما گرفتید از این همه، مثلا انگار که کلی یه معادله جبر انگار حل کردی، یه عالمه معادلات گذاشتی کنار هم، آی به علاوه ب نمیدونم داخل پرانتز سه فلان، این حرفا شد نتیجه‌ای که شما گرفتی. این نتیجه رو آیا فقط شما گرفتی یا افرادی که دارای مقامات مذهبی هستن توی اسلام، آیا اونها هم گرفتن و مکتوب شده؟ میخوام اینو بدونم. و اگر که نه چنین چی، نه ببخشید. نه گفتم بله گفتم بفرمایید. بله یعنی منظورم بفرمایید. بله.
و اینکه اگر که شما این نتیجه رو گرفتید، پس چطوریه که مثلا توی قوانین جمهوری اسلامی الان جور دیگه از این آیات قرآن نتیجه گرفتن و قوانین اسلامی رو نوشتن؟ خب این چه قرآن، اگر که شما میگید کتاب راهنماست، چه کتاب راهنماییه که هر کسی رو به یک مسیر ختم میکنه، یعنی یک مسیر بهش میده و به یک نتیجه جداگانه میرسه؟ شما به صلح و صفا میرسی، نتیجت انتهای راهت، و قانون جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیگه میرسه. مثلا حتی اگر که میگه، حالا شماره اون ماده قانونی رو یادم نیست، ولی فکر میکنم قانون اینطوریه که اگر که مردی زنش رو در حین رابطه جنسی با کسی ببینه، اگر که اون زن کشته بشه، مرد یعنی یه شرایطی براش پیش میاد که قابل بخشش هست و دیگه مثلا قصاص نمیشه و این حرفا. خب پس چه جوریه که دو گروه مختلف، یکی شما و گروه دیگری قانونگذاران جمهوری اسلامی، میان دو نتیجه متفاوت از این قرآن میگیرن؟ این چه کتاب راهنماییه پس؟ قبل از اینکه ببینیم این کتاب راهنما هست یا نیست خانم زهره، درسته؟ اول اون کسایی که ادعا میکنن و همچین قوانینی مثلا میذارن یا میگن آقا خب اینه، مثل من مثلا الان من یه ادعایی کردم دیگه، گفتم مثلا یک مرد باید این کار کنه، این کار کنه، این کار کنه. قبل از اینکه ببینیم این کتابه یا اون چیز ادعاه راهنما هست و کارگوشا، باید ببینیم اون کسی که داره ادعا میکنه و اون قانون رو نسبت به اون جایی که داره رجوعمون میده باش بررسی کنیم. مثلا قوانینی که این مفسرا مترجما گذاشتن یا قوانینی که توی جمهوری اسلامی ایران هست، مشخصا توی ایران، باید بیایم بررسی کنیم که آیا این قوانین اصلا منشأش کلام خدا و قرآن هست یا نیست. این یه مسئله. مسئله دوم، فرض بگیریم برای مثلا خانم زهره، فرض میگیریم مثلا خانم زهره به قرآن و اسلام و خدا باور نداره، هیچ عیبی هم نداره، حقش، انسان، آزادی داره و دوست نداره، اصلا این چیزا رو قبول نداره. خب حالا فرض بگیریم خانم زهره اومد قبول کرد که این کتاب کلام خداست. فرض رو میگیریم خانم زهره و من به عنوان، خب من عارف و خانم زهره قبول کردیم این کلام کلام خداست. وقتی قبول کردیم زهره خانم این کلام کلام خداست، کلام آقای امیر که قرآن رو ترجمه کرده برای شما ارجع‌تره و معتبرتره یا کلام خدایی که پذیرفتی؟ پس مطمئنا عقلانی و منطقی اینه اول کلام خدا برای من بالاترین مرجعه، و اگر آقای امیری که قرآن رو ترجمه کرد و تفسیر کرد اون ترجمه و تفسیرش رو بیارم رجوع بدم ببینم درست گفته طبق این منظومه یا داره یه چیزی از خودش میگه. متاسفانه اتفاقاتی که افتاده که نه فقط توی ایران، توی جوامع عربی قرآن رو و این کلام رو از خارج از این مجموعه اومدن ترجمه و تفسیر کردن، از روی تاریخ، از روی روایات و از روی جاهایی که تماما منشأ انسانی بوده. خب ببخشید، اصلا شما برگشتی سر جای اولت، یعنی من هنوز سوال منو جواب ندادیم. من دارم میگم مثلا چرا باید چند جور تفسیر بشه، چرا باید چند جور معنی بشه؟ یک من کتابی داری، کتاب راهنما، میخوای من از مثلا این موقعیتی که الان هستی بری به چه مهم. میدونم نقطه ب برسی، بعد چجوریه نه. که مثلا چند تا جا نشون میده، چند تا راه نشون میده، بعد خب اصلا اوکی گاهی اوقات هم به اصلا به نقطه نظر، بی نمیرسونتت، میبرتت آره تو آره دره. آره منظور اینا من اینه، متفاوتن. شما اینو جواب بده که اصلا اوکی چرا این حالا، قرآن، آره چرا این قرآن، بذار من سوالمو مشخص بگم که شما بدونیشی جواب بدی. چرا این قرآنی که کلام خداست، که شما داری ادعا میکنی قرآن کلام خداست، چرا طوری نوشته شده که واضح نیست ادعا و من هر شخصیه کسی، ها. میدونم ادعاتون شخصی، آره کاملا میدونم. آره یعنی خب به شما کسی اینو اجبارش نمی کنم که این حتما آره بیا قبول کنی کلام خداست، نه.
اصلا بله بله اثباتی براش ندارم من، بله و آیا شخصی شما ادعا اثباتم. میکنید که این کتاب راهنماست؟ شما دارین میگین من راهنمایی خود من زندگی ادعا داده. نمی کنم، خود این کتابه رو وا کردم خوندم، دیدم کتاب تو خودش گفته من میتونم راهنما نبرم من برای کل ناس، ولی یه سوال از آها شما دارم خیلی خوب، زهره حالا خانم. نه اجازه بدید من سوال من اول جواب بدین دیگه. و من میخوام سوال سوال، آره کردم. میخوام سوال خود رو نه جواب بدم سوال، نه سوال نمیشه که با سوال جواب داده بشه. یه لحظه به که سوال که من به سوالم رو نتیجه جمع. برسیم، که به نتیجه من اصلا خب میخوام ازت سوال بدونم. نمی کنم، ازت سوال نه نمی اجازه کنم اوکی. بدید من سوال من رو شما جواب بده. من دارم خب میگم چرا خب این بذار میخوام کتابی بگم. که خب شما ادعا میکنی کتاب راهنماست نه و برای تمام بشر میتونه راهنمای مفیدی باشه، چراغ نه راه باشه، نه چرا بعضی ها رو میندازه تو چاه؟ چرا خودش بعضی ها رو میگه، میندازه تو دره؟ آره اینو خودش جواب میگه. بدیم. نه و چرا برداشت های متفاوت از این کتاب میشه؟ نه تمام اوکی. این که چرا بعضیا میرن تو چاه بعضیا نمیرن تو جا، خود کتاب میگه اگه کسی دقت نکنه توجه نکنه، این کتاب قابلیت اینو داره که شما رو گمراه کنه، قابلیت اینو داره که شما رو هدایت کنه. خب و دلیل اصلی که شما گمراه میشی از اینجا و مسیرت عوض میشه و امکان داره خطا کنی بدین دلیله که از اون چیزایی که تو این کتابه دور شدی و رفتی به یک چیزای دیگه آویزون شدی. یعنی یک کسی رو بالاتر از خدا و کلام خدا قرار دادی و توجه و دقت نکردی، رفتی یه جای دیگه. ولی فرض رو میگیریم که این برداشت همه مثلا 8 میلیارد آدم از ایاک نعبد باید یک برداشت مساوی باشه، این فرض رو میگیریم. خب چون انتقاد شما به اینه که چرا برداشت های مختلف میشه. حالا قرآن 1400 سال پیش اومده. اگر 1400 سال پیش یک شخصی به عنوان آقای مثلا فؤاد، اون موقعی که قرآن تازه اومده بوده دستش، ایاک نعبد رو میگفت میشه یه لیوان آب، بعد از گذشت 1400 سال آیا میتونستیم ما باز همون برداشت رو داشته باشیم؟ چون دنیا تغییر کرده، شما به یک سمت دیگه داری میری، علم پیشرفت میکنه و مطمئنا شما نمیتونی با شتر 1400 سال پیش پرواز کنی بری USA. پس شما به حسب و به زمانی که شما تغییر میکنه و در عصری که هستی نیاز داری یک چیزی برای اون عصرت باشه. در غیر این صورت یک کتاب، یک متن، یک غذا اگر مال 3000 سال پیش باشه امکان نداره تو دنیایی که هستی در مورد زندگی و هدایت به تو جواب بده. باید خودشو رفلکس کنه و انعطاف بده با زمانی که توی زندگی میکنی بفهمیش. خب به این دلیله که شما میبینید برداشت های مختلفی میشه که اگر اون برداشت ها بر اساس خود این منظومه باشه میتونه بهش تنوع بگی، اختلاف نداره. خب این تنوع در برداشت اگه تو این منظومه خلاصه بشه. ولی اگه از خارج از این منظومه کسی بیاد بگه نه این به دلیل این که مثلا امام علی همچین حرفی زده، چه میدونم آقای کلیلی اینو گفته، آقای تبری اینو گفتی، ابن تیمیه اینو گفته، اینا دلیل نمیشن، اینا همه منشأ انسانیه. پس منشأ رو فرضیه گرفتم این کلام کلام خداست و هر چی میخوام تفسیر کنم، برداشت کنم، ترجمه کنم، در همین منظومه میچرخم دنبالش تا به نتیجه برسم. وقتی در این منظومه 4 نفر به نتایج مختلفی رسیدن در مورد موضوعاتی، اون موقع میشه تنوع. ولی جالب اینه که بدونی خانم زهره، در تکالیف و در احکام امکان نداره شما نتایج مختلف بگیری، چون آیه ها محکم و تفصیل داده شده، مشخص شده، جا برا تو نگذاشته که یک برداشت جدا بکنی من یک برداشت جدا. انقدر واضحه. در جای دیگه که متشابهات و محکمات پیش میاد، طبق زمان اینا امکان داره رفلکس داشته باشه و انعطاف. به این جهته در یک زمان مثلا من و تو و 4 نفر دیگه یک برداشت متفاوت داریم، ولی تمام این برداشت های متفاوت از خود قرآنه، یعنی خارج از قرآن نرفتیم ما. خب این میشه تنوع در رأی. یعنی شما این متن رو میخونی یا یک فیلمی رو میبینی، یک تصوری و یک برداشتی از یک نقاشی از یک فیلم داری. من این فیلم و این نقاشی رو میبینم، یک برداشتی دارم و همینطور بقیه.
ولی وقتی شما خارج از این یک چیزای دیگر رو داری، اون موقع به خطا میخوریم، اون موقع برداشت‌ها اختلاف پیدا میکنه نه تنوع. و این موضوعاتی نیست که همینجوری الان من دارم میگم به این سادگی باشه. شما باید انقدر تلاش کنی، یعنی هر کسی که قبول میکنه انقدر تلاش کنه تو این منظومه با دقت این رو بخونه و بعد میفهمه که بابا ما همه فریب خوردیم دیگه. هیچ کدوم از این چیزایی که دارن میگن، هیچ کدوم از این ادعاهایی که نه فقط تو کشورهای ما، حتی کشورهایی که اسلامی هن، این چیزایی نیست که خدا گفته. حداقل این چیزایی که توی قرآن هست نیست. اینا معلوم نیست از کجا آوردن. از کجا نه آوردن دیگه اینا رو من نشد نمیدونم. آقای عارف ببین شما شریعت رو نابود کردین. خب به عنوان یک مسلمان نمیتونی شریعت رو رد کنی، چون برداشت شما مثلا از تفسیر جداگانه یک. بعد اینجا ما داریم عقل الناس و عقل الهی، که عقل الهی که قابل بخشیدن خدا اندکی رو اندک بخشه، ولی عقل الناس مثل قصاص مثل اینا شما چجوری میخواین رد کنید؟ شما میتونین در یک کشور یک قوانین جاریه، اصلا تو آمریکا مگه میتونید شما ضد اون قانون باشین که بگیم من اینجوری تفسیر میکنم قوانین مثلا کشور آمریکا، کشور اروپا، الان کشورهای آزاد؟ این که نمیشه. من به عنوان یک مسلمان و مسلمان زاده و یک فرد معتقد از شما سوال میکنم، شما بر چه جایگاهی مثلا میخوای شریعت رو رد کنی؟ ما به جای این که بیایم با هم دیگه به اینجوری این درست نیست. این دفاع شما آسیب میزنه به همون خود اسلام. نمیشه خب اینجوری اوکی برادر من. اوکی اوکی مرسی. میشه به شما به من بگی نقد من و اشتباه و حرفی که من زدم یا ادعایی که کردم بنا بر اساس قرآنی که شما هم بهش اعتقاد داری، به کجای حرف من ایراد میگیری؟ این اول مشخص کن ببینم نقد تو به چیه اصلا. عرض میکنم شما گفتی یک خانم با یه آقای مثلا توی بستر شوهرش میاد، خب کافیه 2 تا شاهد داشته باشه گردن جفتشون رو بزنه، اون قصاص نمیشه؟ طبق قوانین شریعت من میگم، الان تفسیر نه شخصی نه ببین منم. اجازه بده بذار یک کم خب کم کم بریم جلو. ببین من بله. نمیدونم قوانین شریعت منظورت چیه. من یک کتاب دارم به عنوان قرآن که تمام دستورات و احکام و مسائل مربوط به دین فقط و فقط از همین کتاب ولا غیر. هر چیزی خارج از این کتاب باشه و منشأ اون انسانی باشه دین نیست، چون دین مال خداست. اول اینو باید قبول کنی. اگر بر این اساس قبول کردی که فقط دین منشأ و شارعش الله هست و اون جایی که دین رو ازش استخراج میکنیم قرآنه، میتونیم بررسی کنیم که آیا شما اگر خانمتو دیدی مثلا دیر از جون شما، حالا یک کسی یه اتفاقی براش افتاد اینجوری، آیا میتونه زنش رو بزنه، بکشه، توهین کنه و این کارا رو، یا نمیتونه؟ آقا اون کسی هم که این قوانین رو گذاشته از همین کتاب این قوانین رو استخراج کرده. جناب آقای شما عارف، جور من دی... میتونم جواب این عزیزان رو با شما خود شما قرآن جور بدم؟ با خود اجازه بده. قرآن جوابشون رو بدم؟ چشم شما جناب جور فرد یه لحظه دیگه اجازه. شما جور دیگه ای برداشت میکنی از این کتاب. اون قانونگذار در جمهوری اسلامی جور دیگه ای بله برداشت مشکلی کرده از نیست، این کتاب. مهم اجازه اینه بدین. که من گفتم اون نه مهم اینه قانونگذار که رو، نه اون قانونگذار رو شما اجازه با بده. قانونش رو بیاری خانم زهره عزیز. ببین من نمیگم اون قانونا هستن، این نه قانونایی که میگی تک شما تکشون ببین، هر چی که شما میگی من شما قبول دارم. جواب منو این نمیدی. قانونا رو شما باید بیاری. بله. شما جواب منو نمیدی. یه لحظه اجازه در بده. اصلا سوال منو کشورهای دقیق گوش اسلامی کن. جاریه. ببخشید زور خانم، قوانین کشورهای درود آقای اسلامی بهرامی. کلا سلام عرض ادب در کشور عربستان، پاکستان، امارات، جمهوری اسلامی، طالبان، همه قوانین مشترکه. اصلا من نمیبرم سمت شیعه و سنی یا خند و اینا. اصلا مشکل شریعت یه چیز جناب مشترکه. اون قوانین شما شرکه که چجوری شریعت مشترکه. را رد میکنید؟ من گفتم مذهب شما شریعت من گرایی، نمیدونم چیه. من یه مذهب کتاب گرایی دارم از که منظر خب قرآن کریم نمیدونید شرکه. شما. متوجه هستی؟ گوش کن. اولا در ما قرآن داریم کریم میشیم دنیای اندیشه ها. اجازه عارف بفهم، جان حواست شارع باشه. دین، شارع دین الله سبحانه.
ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. سوره شورای 21. شارع دین اون کسی که شریعت گذاره، فتوا دهنده الله، نه مفتی های اهل سنت جماعت، نه مراجع تقلید تشیع. شما این رو